دکتری یا اونایی که قصد این که در واقع در ارشد ادامه تحصیل بدن رو دارند، به واسطه اینکه توی دوره کارشناسی هم با درس حقوق بین‌الملل عمومی در واقع ما جزء سیلابس درسیمون هست و بچه‌های حقوق بین‌الملل عمومی رو میخونن، با حقوق دریاها اکثر بچه‌ها آشنان، یا همون اصطلاحاً اون چیزی که ما law of the sea اصطلاحاً میشناسیمش. ولی گرایش حقوق دریایی یا maritime law یه گرایشی در واقع ذیل حقوق بین‌الملل خصوصیه و حقوق بین‌الملل عمومی نیست. این موضوعاتی که در حقوق دریاها و law of the sea بحث میشه، در واقع موضوعش و بازیگرانش دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی هستن. یه سری مسائل از این دست که چه در واقع اگر سر مجمع الجزایرها اختلاف باشه، اگر حدود مختلف در واقع بخش‌های مختلف دریایی، هم از آب‌های territorial waters یا آب‌های سرزمینی یا منطقه ویژه اقتصادی یا خدمتتون عرض کنم منطقه آفشور، این مسائلی که موضوعش دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی هستن، یا IMO مثلا، کنوانسیون‌هایی که IMO در واقع تصویب میکنه، اینا ذیل حقوق بین‌الملل عمومی و حقوق دریاها بحث میشه. ولی حقوق دریایی یا maritime law در واقع بخشی از اون گرایشی از حقوق هست که ذیل حقوق بین‌الملل خصوصی توی یه تعریف کلی گفتن در واقع what is regulating the ships and shipping، یعنی اون بخشی از حقوق که اومده قاعده‌مند بکنه صنعت کشتیرانی و کشتی‌ها به طور کلی رو. توی یه دسته‌بندی کلی حقوق دریایی تقسیم میشه به wet shipping و dry shipping، یعنی در واقع کشتیرانی، حالا از اسمش بخوایم ترجمه تحت اللفظی بکنیم، کشتیرانی در واقع خشک و کشتیرانی تر یا wet shipping، اون بخشی از حقوق در واقع دریایی که در دریا اتفاق میفته، یا همون چیزی که ما ادمیرالتی لا میشناسیمش، به تعبیری میشه گفت یه بخشی از حقوق دریایی که پیور مریتایم هست. ولی یه بخشی از حقوق دریایی مثل قراردادهای اجاره کشتی، بحث مرین اینشورنس یا بیمه دریایی یا کنوانسیون های در واقع دریایی، مسائل مرتبط با بارنامه‌های دریایی، سی وی بیل ها، اینا رو ذیل عنوان در واقع درای شیپینگ دسته‌بندی می‌کنن. پس توی یه دسته‌بندی کلی‌تر عرض کردم که maritime law خودش تقسیم میشه به وت شیپینگ و درای شیپینگ. هر کدوم از این دو تا شاخه خودش در واقع دنیایی از موضوع و مطلب هست که توی سیلابس تقریبا کشورهایی که توی حوزه دریایی در واقع فعالیت میکنن و بندر دارن و از لحاظ قضایی در واقع در حقوق دریایی دارای سابقه هستند و غنی از این بابت هستند، هر کدوم از این در واقع شاخه ها خودش میتونه یه گرایش مجزایی ذیل در واقع دوره ارشد یا حتی دکتری تعریف بشه. لذا اگرچه توی نظام حقوقی ما، نظام آکادمیک ما، یه درس اختیاری به حقوق حمل و نقل دریایی یا مثلا حقوق دریایی به طور کلی توی گرایش ارشد در واقع حقوق خصوصی اختصاص داده شده، ولی میخوام عرض کنم که این گرایش و این رشته این ظرفیت رو داره که حتی برای هر شاخش در واقع گرایشی در ارشد یا دکتری به صورت آکادمی یا حتی پرکتیکال، در واقع کسایی که میخوان وارد پرکتیس بشن و خیلی به کار آکادمیک علاقه ندارن، شما ممکنه مثلا یه پارتنری رو توی یه لیگال فرمی توی لندن که کار شیپینگ انجام بده ببینید که تمام سابقه 30 سال فعالیت، 40 سال فعالیت ایشون توی بحث مثلا فقط جنرال اوریج یا خسارات مشترک دریایی باشه، یا ایشون فقط متخصص کالیژن یا تصادمات دریایی باشه، یا تخصص در واقع یه وکیل یا حتی یه قاضی مثلا دیوان عالی انگلستان بحث در واقع تخصص توی حوزه مثلا قراردادهای چارتر پارتی یا قراردادهای در واقع حمل و نقل کالا، بیل آف لیدینگ ها، سی وی بیل ها باشه. لذا هم از عمق در واقع خیلی زیادی برخوردار این رشته، هم این که
این ظرفیت توی این رشته وجود داره که ما بیایم توی در واقع دوره‌های حتی آکادمیک خودمون بخوایم تعریف بکنیم گرایشی مختص در واقع این رشته در دوره کارشناسی ارشد یا دکتری. ولی خب این رشته مخفول باقی مونده، یعنی توی کشور ما اونجوری که باید بهش بها داده نشده. از لحاظ در واقع آکادمیک منابع ما بنای کافی رو ندارن توی این حوزه. شما خیلی از بحث‌های حقوق دریایی رو وقتی بخواید عمیق بشید مطالعه بکنید، دنبال منبع بگردید، دنبال مقالات علمی بگردید، شاید به اندازه مثلا انگشتای دستتون هم مطلب نتونید پیدا بکنید توی این حوزه. لذا با توجه به اینکه موقعیت در واقع ژئوپلیتیک کشور ما، اینکه ما از شمال و جنوب دارای بندر هستیم، از این بابت که به خلیج فارس در واقع وصل هستیم و از اون طرف امکان در واقع مراوده با اقیانوس‌های دریاهای آزاد رو داریم. لذا این گرایشیه که توی حقوق علیرغم اینکه مخفول باقی مونده، ولی امکان در واقع سرمایه‌گذاری از این بابت که دوستان میخوان مطالعاتشون رو جهت بدن، فعالیت‌های در واقع آتی حقوقیشون رو توی این حوزه در واقع متمرکز بکنن، این ظرفیت توی این رشته وجود داره. من میخوام یه عنوان در واقع کلی از اون چیزی که توی دانشگاه‌های مطرح دنیا مثلا دانشگاه ملی سنگاپور یا همون نشنال یونیورسیتی آف سنگاپور که در واقع دوره حقوق دریایی داره، یا دانشگاه طولان امریکا، یا دانشگاه سوانزی و ساوثهمپتون انگلستان، یه در واقع مختصر توضیحی از باب عناوینی که توی این رشته در واقع تعریف شده و ارائه میشه عرض کنم خدمت دوستان تا یه جنرال آیدیایی در مورد اینکه موضوعات رشته در واقع چی هست دست دوستان بیاد. یکی از مهمترین موضوعاتی که توی این رشته قابل جان من نکته خواستم اشاره کنم تا یکم هم شکل بدیم به بحث. تعریفی که کلا از حقوق دریایی من فکر میکنم توی نظام حقوقی ما وجود داره، یا حالا حداقل توی آکادمی های ما وجود داره، بچه‌ها که کارشناسی به خصوص ایران خوندن، خیلی به قولن کنترادیستینکتیو هست. یعنی میگیم حقوق دریایی هر آن چیزی هست که حقوق دریاها نیست. عمده درک ما اینه که ببین اون چیزایی که در حقوق دریاها میخونی توی حقوق دریایی نیست. این چیزی که توی کارشناسی توی مقدمه علم حقوق دکتر کاتوزیان اولین بار میبینیم. حالا ما که مستر حقوق بین الملل هم خوندیم، حقوق دریاها رو که ما توضیح میدادن میگفتن که اصلا با حقوق دریایی این دوتا رو به قولن اشتباه نگیریم. اما اون اینترفیسی هم که بین اینا وجود داره رو رد نمیکنن. یعنی حالا خب خیلی از اساتید معتقدن که بحث مربوط به آزادی کشتیرانی، بحث عبور و مرور بی‌ضرری که در حقوق دریاها داریم همچنان شامل میشه حقوق دریایی رو. یک سری از اساتید میان میگن نه، بحث ایمنی کشتی که یکی از مباحث اصلیه که قرار امروز در موردش صحبت کنیم، اون مبحث بین دریایی و دریاها مشخصه. اما یکم پرگماتیک تر بخوایم نگاه کنیم میبینیم که حتی صلاحیت یک مرجع داوری مثل ایتلوست هم حقوق دریایی رو شامل میشه. اما در کل اساتید با توجه به اون ماهیت کانترکچوالی که من فکر میکنم داره حقوق دریایی، اینو بیشتر زیر مجموعه حقوق خصوصی دسته‌بندی میکنن، همونطور که حضرت عالی فرمودین. حالا در حوزه‌های خاصی اون حقوق عمومی هم در نظر میگیرن توی مثلا بحث تابعیت، یا حتی حقوق بین الملل میبیننش در حوزه‌های خاصی. بنابراین من میخواستم از اینجا یک قدر متیقنی بگیریم، یک نقطه ایجاد کنیم بین اون چیزی که حقوق دریایی هست و اینکه آقای احسان سرخوشی که الان روبروی ما نشسته خودش حقوق دریایی از کجا میشناسه و آیا قبل از اینکه اصلا به فکر اپلای کردن برای مثلا دانشگاه سوانزی باشه در مورد حقوق دریایی اطلاعات کافی داشته یا خیر، و اینکه واقعا در نهایت اگر بخوایم یه پل علمی بزنیم حقوق دریایی توی اون گرایش‌های کلاسیکی که توی ذهن حقوقی‌های ایران هست توی چه حوزه‌ای دسته‌بندی میشه؟ شما بیشتر حقوق خصوصی می‌بینیدش، بین الملل می‌بینیدش، عمومی می‌بینیدش، و اینکه چه جوری با این رشته بیشتر آشنا شدید؟ ببین این نیچر در واقع این رشته و این گرایش از حقوق نیچر در واقع بین الملل هست و اینترنشنال هست، درش محل در واقع اختلاف نیست. یعنی موضوع در واقع این گرایش اینه که میخواد کشتی و کشتیرانی رو به معنای کلی در واقع رگولیت بکنه. لذا ناگزیر از این هست که به مسائل مرتبط با حقوق بین الملل هم در واقع اینتراکشن داشته باشه، ورود بکنه و
تأثیر و تأثیر در واقع توی این دو تا گرایش از باب اینکه بین‌الملل عمومی هست یا بین‌الملل خصوصی هست وجود خواهد داشت. خب یه سری مسائل کما اینکه شما فرمودید مثلا بحث دریای آزاد، دریاهای آزاد، دریانوردی، ایمنی دریایی، اینا بدون شک در واقع اینتراکشن با حقوق بین‌الملل عمومی خواهد داشت و اینکه امروز سازمان‌های بین‌المللی مثلا IMO در واقع متولی تنظیم و در واقع مقررات گذاری توی این حوزه هستن، این دوباره ماهیت بین‌الملل بودن این رشته رو در واقع مورد تأکید قرار میده. ولی با یه نگاه در واقع ترادیشنال و کلاسیک که بخوام به این رشته نگاه بکنیم، اون چیزی که توی گرایش در واقع حقوق دریایی توی دانشگاه‌ها و محافل آکادمیک روز دنیا همچنان محل بحث قرار میگیره اینه که این گرایش بیشتر متمایل به در واقع حقوق بین‌الملل خصوصی هست، از این بابت که افرادش در واقع موضوعش و افراد بازیگر این صنعت اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی هستن که موضوع حقوق بین‌الملل خصوصی هستن. شما تریدرها رو دارید، شرکت‌های در واقع بین‌المللی رو دارید که حالا چه تولید کنندن، چه خریدارن، چه فروشندن، علی ای حال موضوعش در واقع دولت‌ها به معنای اینکه سازمان‌های بین‌المللی و استیت‌ها در واقع موضوع این رشته باشن کمرنگ‌تر نسبت به اینکه موضوعات در واقع مهم حقوق دریایی رو اشخاص در واقع حقیقی و حقوقی تشکیل میدن که موضوعشون موضوع در واقع حقوق بین‌الملل خصوصی است. لذا از نگاه من به عنوان کسی که توی این رشته در واقع فعالیت میکنه و آشنا هست با موضوعات، بیشتر من نگاهم اینه که این گرایش در واقع حقوق خصوصی باید شناخته بشه تا اینکه گرایش حقوق بین‌الملل در واقع تعریف بشه. حالا اگر یه ذره جزئی‌تر موضوعات در واقع مهم این گرایش رو با همدیگه عناوینش رو حداقل مرور بکنیم، این عرض بنده رو شما تصدیق خواهید کرد. مثلا بحث در واقع ادمیرالتی لا یا همون پیور در واقع مریتایم لا، حقوق دریایی پیور، موضوعاتی مثلا کالیژنز، جنرال اوریج، تویج، سالویج یا همون نجات دریایی، یا مثلا خدمتتون عرض کنم رک ریمووال، شیپ ارست، اینا موضوعاتی هست که بلا استثناء در واقع طرفین بازیگر این در واقع موضوعات اشخاص هستند و نه دولت‌ها و استیت‌ها. یا مثلا از اون طرف شما موضوع در واقع قراردادهای اجاره کشتی یا چارتر پارتی‌ها رو دارید به عنوان یه بخش مهمی از حقوق دریایی که دوباره در واقع اشخاص هستن که قراردادها رو تنظیم می‌کنن، اقدام به حمل و نقل کالا می‌کنن، شیپ اونرها هستن، منیجرها هستن، فورواردرها هستن توی این در واقع صنعت. یا بحث مارین اینشورنس و بیمه دریایی که گروه‌های پی‌ان‌آی رو داریم، یا مثلا بیمه‌های دریایی H&M در واقع کشتی‌ها رو داریم. اینا همه موضوعاتش و طرفینش دوباره همین اشخاص در واقع حقیقی حقوقی موضوع حقوق خصوصی هستن و نه حقوق بین‌الملل. اما من منکر این بخش از حقوق در واقع این فرمایش شما که اینا با هم دیگه قابل تفکیک به معنای این که ما بگیم حقوق دریایی حقوق بین‌الملل خصوصی هست ولا غیر، نه، این تعریف هم درست نیست، چون موضوعات مخصوصا با این پیشرفت‌های تکنولوژیکی الان که در واقع اتفاق افتاده داریم به سمت در واقع AI و مثلا اتونوموس شیپ‌ها، کشتی‌های بدون خدمه، یا مثلا خدمتتون عرض کنم بحث‌های دیکاربونایزیشن یا کاهش در واقع سوخت‌های فسیلی، اینا ناگزیر از این هست که تعاملات بین‌المللی اتفاق بیفته. یعنی اگر ما بخوایم صنعت کشتیرانی رو به معنای در واقع واقعی کلمه دیکاربونایز بکنیم تا 2050 برسیم به نت زیرو، این لازمش اینه که همه دولت‌ها و استیت‌ها بیان با هم دیگه تعامل بکنن و در واقع مقرراتی رو وضع بکنن که ما بتونیم به این هدف برسیم. و رسیدن به این هدف بدون در واقع ورود حقوق بین‌الملل عمومی به معنای اینکه بخواد رگولیت بکنه و سیاست‌گذاری بکنه و قانون‌گذاری بکنه عملاً اتفاق نمیفته. لذا من با این فرمایش حضرت عالی کاملاً موافقم. ولی اگر از من بپرسید که کدوم
جنبش پررنگ‌تره، من عرضم اینه که حقوق بین‌الملل خصوصی توی این گرایش پررنگ‌تره. حالا در ادامه در واقع عرایضم اجازه بدید من موضوعات کلی که توی این گرایش‌ها توی دانشگاه‌های مطرح امروز دنیا توی سیلابسشون در واقع وجود داره رو عرض کنم خدمتتون تا بیشتر در واقع آشنا بشیم با این گرایش. ما ادمیرالتی لا رو داریم که توضیحش رو عرض کردم. پیور مریتایم لا هست، اون چیزی که در دریا اتفاق میفته، این که مثلا دو تا کشتی با هم دیگه تصادم داشته باشن، یا اینکه فرض کنید کشتی در حال در واقع حمل و نقل کالایی هست، دچار بدودر میشه یا طوفانی اتفاق میفته، مستر کشتی برای اینکه در واقع کشتی و کارگو و کل در واقع سفر دریایی رو سیف بکنه، ناگزیر از اینه که یه بخشی از بارش رو خالی کنه. اون بخشی از بار که خالی شده ممکنه مثلا کالای من خالی شده باشه و شما منتفع شده باشید و همچنان کالاتون سیف به بندر مقصد رسیده باشه. بعد بخوام علیه در واقع شیپ اونر که مالک کشتی و بقیه افرادی که کارگو روی کشتی داشتن دعوا مطرح بکنم و جبران خسارت بکنم، اینجا اونر کشتی در واقع بحث جنرال اوریج یا همون خسارات مشترک دریایی، اون چیزی که مختص حقوق دریاییه و شما تو هیچ گرایشی از حقوقی همچین در واقع مفهومی رو ندارید، ذیل ادمیرالتی لا بحث میشه. یعنی میخوام عرض کنم یه سری موضوعاتی توی حقوق دریایی هست که مختص حقوق دریایی، یعنی هیچ جایی هیچ گرایشی از حقوق، حتی در واقع جنرال کانترکت لا هم شما نمیبینید موضوعات این چنینی که بخواد یه همچین در واقع مفاهیمی توش مطرح بشه. لذا یا بحث در واقع مرین اینشورنس یا بیمه دریایی که ابتداش بازار در واقع لویدز انگلستان بوده که ابتداً از بحث گمبلینگ شروع شده، سر اینکه کشتی برسه یا نرسه در واقع تجار با هم دیگه شرط بندی می‌کردن، بعد اومدن اینو یه ذره جهت بهش دادن، بحث بیمه دریایی، و بحث توی تطورات بعدیش در واقع P&I کلاب ها رو معرفی کردن. شما امروز توی هر جای دنیا که بخواید یه محموله یا یه کشتی رو بیمه بکنید، یه طرف در واقع این موضوع بازار لویدز انگلستان هست. شما فرض کنید مثلا توی هنگ کنگ هم که الان بیمه دریایی، توی سنگاپور هم که داره در واقع رشد میکنه، مثلا کشورهای مثل نروژ و کشورهای حوزه اسکاندیناوی که بحث بیمه دریایی توش پررنگ هست، اینا بازار بکش در واقع بازار لویدز انگلستان هست. یعنی بحث بیمه دریایی که خودش سنگ بنای صنعت بیمه به طور کلی و جنرال بوده، استارتش در واقع از بازار بیمه لندن خورد. ما کریج آف گودز رو داریم، در واقع ماژول کریج آف گودز بای سی، یعنی حمل و نقل کالا از طریق دریا، که بحث‌های در واقع بارنامه‌های دریایی، بحث‌های سی وی بیل ها، قراردادهای کنوانسیون‌های بین‌المللی در واقع حمل و نقل کالا توش تعریف میشه. اینترنشنال رگولیشن آف شیپینگ رو داریم، همون بخشی که شما اشاره کردید که بحث‌های در واقع امنیت دریایی، موضوعاتی مثل در واقع مسائل محیط زیستی، اینا توی اینترنشنال رگولیشن آف شیپینگ، اینا بخش در واقع حقوق بین‌الملل عمومی موضوع خواهد شد. ای کامرس و در واقع رگولیشن رو داریم، این که در واقع اسناد توی صنعت کشتیرانی داره به سمت اسناد دیجیتال میره و اسناد کاغذی در حال حذف شدن هستن. این دوباره ناگزیر از این هستیم که تمام کشورهایی که توی این در واقع صنعت بازیگر هستن و دارن نقش ایفا میکنن بیان مشارکت بکنن. فرض کنید مثلا یه محموله قرار از بندر روتردام بره به شانگهای چین، یه بارنامه‌ای صادر بشه که دیجیتال ذیل در واقع بلاکچین تعریف شده، بارنامه صادر بشه بره چین توی بندر مقصد، و چین در واقع این رگولیشن رو توی نظام حقوقیش تعریف نکرده باشه که بارنامه‌های دیجیتال رو بخواد به رسمیت بشناسه، دوباره این در واقع پروسه مختل میشه. ما بحث آربیتریشن رو داریم یا داوری مختص دعاوی دریایی، مثلا لندن مریتایم آربیتریشن اسوسییشن یا انجمن داوری دعاوی دریایی انگلستان، که به حدی در واقع دعاوی دریایی و پرونده‌های داوری دریایی توی نظام حقوقی انگلستان تاثیرگذار هست که بعضا رویه‌های
غذایی ایجاد میکنه، حتی برای در واقع داوری توی حوزه‌های دیگه. خب مستحضر هستید داوری روش حل اختلافه، اینکه موضوع در واقع ممکنه مثلا شما یه قرارداد کانستراکشن داشته باشید، حل و فصل اختلافش داوری باشه و ممکنه یه دعوای دریایی داشته باشید، ولی این دعاوی دریایی چنان در واقع ایجاد رویه میکنه و ایجاد در واقع تأثیر میکنه توی همه حوزه‌های مختلف حقوقی، شما این اثرات داوری دریایی رو خواهید دید. لذا بسیاری از داوران مطرح انگلستان، کسایی که توی در واقع حقوق داوری صاحب نظر هستن، گرایششون بکشون در واقع مریتایم آربیتریشن هست، یعنی داوری دریایی هست. ما بحث‌های در واقع موضوع دیگه که توی سیلابس‌های دانشگاهی مطرح داریم شیپ فایننس هست، یعنی در واقع تأمین مالی اسطهای دریایی. حالا این اسط میتونه کشتی باشه، میتونه جکت باشه، میتونه دریلینگ ریگ باشه، یا هر اسط دریایی FPSO باشه. بحث در واقع حقوق مالی این اسطهای دریایی به واسطه اینکه اینا اسطهای در واقع گران قیمتی هست، ارزشمندی هست، خودش نیازمند در واقع نظام حقوقی مشخصی هست و مکانیزم‌های مختلفی برای تأمین مالی خرید این اسط‌ها. اخیراً بحث‌های AI و نقش هوش مصنوعی در صنعت کشتیرانی، چه بحث لوجستیکش توی بنادر مختلف دنیا، چه بحث در واقع اتونوموس شیپ‌ها یا کشتی‌های بدون خدمه، یا نقش AI توی خدمتتون عرض کنم دوره حمل کالا، اینکه چه کارآمدی میتونه AI ایجاد بکنه توی این حوزه. الان خودش یه بحث مهمی هست، بحث در واقع مسائل محیط زیستی ناظر به حقوق کشتیرانی و حقوق دریایی. این که عرض کردم دیکاربونایزیشن الان بحث روز دنیاست، میخوان سوخت‌های فسیلی رو به حداقل برسونن و به صفر برسونن. و نهایتاً بحث در واقع مالکیت فکری و intellectual property توی این حوزه، که با توجه به پیشرفت‌هایی که داره اتفاق میفته توی این صنعت، بحث‌های در واقع IP هم حائز اهمیت هست. مجموعه‌ای از این در واقع موضوعات و گرایش‌ها و عناوین حقوق دریایی رو به معنای مریتایم لا تشکیل میده. ولی اگر شما بخواید، یعنی اگر امروز برید مثلا توی یه شیپینگ لیگال فرم یا یه محفل آکادمیکی که متخصصین حقوق دریایی نشستن، اگر شما بخواید خودتون رو به عنوان یه مریتایم لایر معرفی بکنید، ناگزیر از اینید که اون بحث کلاسیک موضوع رو در واقع تسلط داشته باشید. یعنی وقتی شما چارت پارتی ندونی، وقتی ادمیرالتی لا ندونی، وقتی مرین اینشورنس ندونی، که نه حقوق دریایی نمیدونی. حالا ممکنه شما متخصص حقوق بین‌الملل عمومی باشی و همه موضوعات مرتبط با مسائل محیط زیستی در واقع حقوق بین‌الملل عمومی رو هم اشراف داشته باشی، ولی این اون اینتراکشن و اون در واقع نقطه اتصال حقوق دریایی با حقوق بین‌الملل عمومی. لذا برای اینکه شما بتونید تخصص کسب بکنید توی این رشته، ناگزیرید که اون بحث‌های در واقع کلاسیک موضوع و عناوینی که عرض کردم که حقوق دریایی رو به ما و به حقوق دریایی تشکیل میده، نسبت بهش تسلط داشته باشید. این یه مختصری از موضوعات و گرایش حقوق دریایی. چه دانشگاه‌هایی توی در واقع دنیا این گرایش رو ارائه میدن و ارزش این که دانشجو بخواد وقت بذاره، سرمایه‌گذاری بکنه، هزینه بکنه، 4-5 تا دانشگاه بیشتر توی دنیا نیستن. تعداد دانشگاهایی که حقوق دریایی ارائه میدن زیادن، اما دانشگاه‌هایی که ارزش در واقع سرمایه‌گذاری داشته باشه تعدادشون اندکه. دانشگاه طولان امریکا یکی از در واقع مطرح‌ترین دانشگاه‌هایی که گرایش حقوق دریایی رو در واقع به عنوان LLM ارائه میده. دانشگاه ملی سنگاپور، ساوثهمپتون انگلستانه و دانشگاه سوانزی و در واقع سیتی لندن. این دانشگاه‌ها به واسطه در واقع اساتیدی که توی این دانشگاه‌ها در حال تدریس هستن، خب در اون ماژول‌هایی که ارائه میدن، سیلابسی که تعریف کردن سیلابس قوی هست و قابل در واقع سرمایه‌گذاری. یه مختصری از اون چیزی که من توی
دانشگاه سوانزی دیدم. دانشگاه سوانزی خودش دانشگاه مطرحی نیست، یعنی شما دانشکده حقوق دانشگاه سوانزی رو اگر سرچ بکنید شاید مثلا توی انگلستان جزو 10 تا مثلا رتبه بندی 15 دانشکده‌های حقوق دانشگاه‌های انگلستان باشه. شما خب توی انگلستان نمیتونید دانشگاهی رو با آکسفورد مثلا رشته حقوقش رو مقایسه بکنید واقعا. اما گرایش حقوق دریایی ذیل در واقع دانشکده حقوق دانشگاه سوانزی مؤسسه‌ای به نام مؤسسه Institute of International Shipping and Trade Law. مؤسسه در واقع این مؤسسه آقای بری سویر هست که تخصصش حقوق دریایی. کسایی که حقوق دریایی کار کردن حتما اسم ایشون رو شنیدن. کتاب در واقع مرین اینشورنس ایشون مقدمه در واقع تدوین قانون دریایی 2015 انگلستان شد. از لحاظ آکادمیک خیلی شخصیت برجسته‌ای هست ایشون. لذا به واسطه در واقع رپیوتیشن ایشون یه سری از اساتید دیگه مثلا آقای سایمن بون یا آقای اندرو تترنبورن یا جورج للوداس، این افراد اومدن توی این مؤسسه در کنار ایشون گرایش حقوق دریایی رو تأسیس کردن. و خب آقای سایمن بون خودش کتاب شیپینگ لا رو نوشته، یعنی جزء معدود افرادیه که توی انگلستان حقوق شیپینگ لا رو نوشته. قوت در واقع آکادمیک ایشون، طبقه پرکتیکال ایشون و آقای اندرو تتنبورن خب توی در واقع ادمیرالتی لا تقریبا توی انگلستان جزء 5 تای اول انگلستان. یعنی میخوام عرض کنم شاید دانشکده حقوق دانشگاه سوانزی به طور کلی خودش دانشگاه مطرحی نباشه، دانشکده حقوقش مطرح نباشه، اما Institute of Shipping and Trade Law توی همه دنیا شناخته شده است. یعنی اینا سردمدار در مورد بحث‌های حقوق دریایی و بحث‌های مارین اینشورنس و اخیراً این بحث‌های سایبر سکیوریتی توی مارین اینشورنس، اینا در واقع سیاستگزارهای اصلی این حوزه هستن. لذا سیلابسی که تعریف کردن سیلابس قوی هست و به نظرم به عنوان نمونه‌ای که بخواد یه گروه آکادمیک پیشرو توی دنیا در حوزه حقوق دریایی رو معرفی بکنه، سیلابس قابل توجهی هست. یه نکته من میتونم بپرسم ازتون؟ خواهش یه چیزی که من میبینم بین دانشجوهای ایرانی که حالا یه مقدار تفکر گلوبال تر دارن و میخوان حالا توی دانشگاه بین المللی تحصیل کنن و مواردی از این دست، اینه که خیلی به خود اون کشور نگاه میکنن که اون ماتریالی اینترست کشور در حوزه های مختلفی که قرار تحصیل کنن چجوریه. یعنی یه مثال ساده بخوام بزنم، بچه‌هایی که به سمت کیفری بین المللی یا حالا بین الملل کیفری میگن خب با توجه به مثلا دیوان بین‌المللی دادگستری هلند بهترین جاییه که بریم این رشته رو تحصیل کنیم. بچه‌ای که مثلا بشری نگاه میکنن میگن خب با توجه به مثلا دادگاه اروپایی حقوق بشر فرانسه بهترین جایی که این رشته رو تحصیل کنیم. من میخوام بدونم با توجه به حالا نقش بزرگی که انگلیس یا حالا بریتانیای کبیر توی بحث حقوق دریاها و حتی بحث حالا اون مریتایم لا داره، چقدر برای خود شما جذاب بود یه کشوری که حالا یه جورایی متقدمه توی عرصه کشتیرانی و حتی توی عصر جدید هم می‌بینیم یکی از پیشرفته‌ترین نظامات کشتیرانی رو داره، چقدر برای شما جذاب بوده که حتما توی این کشور تحصیل کنید و آیا خود موقعیتی که انگلیس داشته اون رو تفوق داده نسبت به مثلا ایالات متحده آمریکا و سایر کشورها، یا اینکه نه بیشتر برگشت به همون چارت هایی که در موردش صحبت کردیم؟ نه 100%. یعنی من یه دونه گزینه توی ذهنم بیشتر نداشتم و اونم دانشگاه سوانزی انگلستان بود و حاضر نبودم مثلا به خاطر خوندن حقوق دریایی برم مثلا جزایر مالتا که آیمو یه دانشگاهی اونجا در واقع تأسیس کرده، سیلابس قوی داره، اساتید قوی داره. اما خب مستحضر هستید انگلستان به عنوان در واقع بناگذار رشته حقوق دریایی، قوتی که از لحاظ در واقع علمی و آکادمیک داره، از لحاظ پرکتیکال برترین در واقع وکلای حقوق دریایی انگلستان هستن. ببین ما تمام در واقع تلاشمون، هدفمون اینه که بعد از اینکه فارغ از اینکه دوستانی هستن که صرفا نگاهشون نگاه آکادمیکه و دوست دارن
کلا عمرشون رو بذارن مثلا مقاله بنویسن، کتاب بخونن، از لحاظ علمی قوت پیدا بکنن. ولی من شخصا نگاه در واقع پرکتیکالم به این حوزه داشتم، یعنی صرفا هدفم این نبود که بخوام کار آکادمیک انجام بدم. لذا اینکه خوندن یک گرایش یا تحصیل توی یک کشور و یه دانشگاه بعداً برای شما چه فرصت‌هایی ایجاد میکنه خودش حائز اهمیته. اینکه شما مثلا حقوق دریایی رو توی امریکا بخونید، سنگاپور بخونید، انگلستان بخونید، یا اینکه مثلا برید یه جای دورافتاده‌ای، مثلا نمیدونم یه کشوری که یه دانشگاهی که حقوق دریایی داره ارائه میده در حالی که هیچ ارتباطی با دریا نداره، بندری نداره، خب خیلی فرق میکنه. بیزینس هایی که توی اون کشور هستن، در واقع سازمان های بین المللی که توی اون کشور هستن، لیگال فرم هایی که توی این حوزه دارن فعالیت میکنن، خب انگلستان بدون شک اولین و برترین کشور توی این حوزه است. توی بسیاری از گرایش های حقوق دریایی هم حرف اول و آخر رو انگلستان میزنه. یعنی مثلا دعوای کالیژن اگر پیش بیاد، کمتر پیش میاد افراد مثلا به مرکز داوری سنگاپور یا مرکز داوری دبی یا مرکز داوری هنگ کنگ به واسطه اهمیت موضوع، به واسطه اینکه بحث تخصصی هست، نحوه رسیدگی سریع به موضوع، رسیدگی صحیح به موضوع، همه اینا و اون رپیوتیشنی که در واقع انگلستان توی بحث حقوق دریایی و پیشرو بودن توی این گرایش برای خودش ایجاد کرده، منو مجاب کرد که انگلستان، اگر انگلستان نمیشد شاید واقعا من به امریکا که رفتنش واقعا دشواره به واسطه بحث در ویزای دانشجویی و محدودیتایی که ایجاد کردن. سنگاپور هم کشور در واقع در حال توسعه‌ای هست و بعید هم نیست که تا چند سال آینده حرف برای گفتن زیاد داشته باشه. ولی الانی که من میخواستم در واقع تصمیم بگیرم و هزینه بکنم و از فرصتم استفاده کنم، بهترین گزینه برای من انگلستان بود و اگر انگلستان نمیشد شاید گزینه دیگه ای رو انتخاب نمیکردم که بخوام این گرایش رو درش تحصیل بکنم. لذا خیلی تأثیر گذاره و عرضم اینه که مهمترین و شاید پررنگترین فاکتور توی فاکتورهای تصمیم گیری اون فرصت‌هایی که بعد از تحصیل ایجاد میشه. یعنی ممکنه شما انگلستان بعد از فارغ التحصیلی آپشن‌های زیادی داشته باشید، اهم از این که بخواید توی شیپینگ کامپنی‌ها کار کنید، توی لافرما کار کنید، برید مثلا سازمان‌های بین‌المللی در واقع موجود در انگلستان کار کنید، شاید آپشناتون 60% 70% نسبت به کشورهایی که توی این حوزه فعالیت هم دارن بیشتر باشه، چون هابش در واقع هاب قوی هست و توی دنیا مطرح است. اما اون چیزی که توی این در واقع 1 سال LLM من توی دانشگاه سوانزی خوندم، کلاً مستحضر هستید که گرایش در واقع ارشد اونا یا همون LLM حقوق 1 سال تعریف شده. یعنی دوره کارشناسیشون دوره 3 ساله هست و دوره کارشناسی ارشدشون دوره 1 ساله و توی 1 سال تحصیلی که از تقریبا اواخر سپتامبر یا همون اوایل حدود مثلا اواخر شهریور ماه تا اواسط مهر ماه، بستگی به دانشگاه و شهرش، در واقع دوره LLM رو شروع میکنن. حدود 1 ماه 1 ماه و نیم کلاس برگزار میشه، از مثلا در نظر بگیرید از اواخر سپتامبر تا اواسط در واقع نوامبر. بعد بلافاصله تعطیلات کریسمس، حدود 1 ماه 1 ماه و نیم دانشگاه تعطیل، دوباره از اواسط ژانویه شروع میشه تا اواسط مارچ. از اواسط مارچ تا، یعنی میخوام عرض کنم کلاس‌های در واقع حضوری، این که شما برید سر کلاس و لکچر بیس در واقع موضوعات و مسائل به شما ارائه بشه، حدود شاید روی هم رفته 3 ماه و نیم 4 ماه بیشتر شما در طول 1 سال تحصیلی کلاس ندید. نحوه ارزیابی هم به این شکله که شما 4 تا در واقع ماژول رو انتخاب میکنید به عنوان ماژول‌های اصلی که از حدود مثلا 7-8 تا ماژول
بسته به اینکه شما در آینده میخواید توی چه پرکتیسی در واقع تخصص پیدا بکنید، فعالیت بکنید، خودتون مختار هستید از اون ماژولایی که عرض کردم 4 تاشو انتخاب بکنید. انتهای در واقع ترم اول شما 2 تا شورت کورس در واقع 2 تا لانگ ترم و شورت ترم در واقع کورس ورک دارید و انتهای در واقع ترم دوم برعکس میشه. یعنی اگر شما ترم اولتون 2 تا عنوان درسیتون لانگ بوده، اون 2 تا در واقع توی ترم دوم شورت میشه و برعکس. شورت هم معناش اینه که شما سوال رو دریافت میکنید، یه روز فرصت دارید به سوال پاسخ بدید، ولی لانگ ترم ها فرصت بیشتری دارید، حدود 2 هفته فرصت دارید که به سوال پاسخ بدید. حدود مثلا یه سوال مرتبط با ماژول مطرح میشه که حدود 2500 تا 3000 کلمه باید به سوال پاسخ بدید، محدودیت داره. اینا هر کدومش در واقع 25% نمره ارزیابی رو به خودش اختصاص میده. انتهای سال تحصیلی اواسط تابستون شما 4 تا ماژول رو امتحان میدید، همون امتحانی که در واقع ما انتهای ترم تحصیلی خودمون داریم. یعنی میرید مثلا سر جلسه میشینید، سوال رو به شما میدن، 4 تا 5 تا سوال میدن و شما پاسخ میدید. 25% نمرتون هم اینه و 25% باقی مونده هم در واقع باید هر 4 تا ماژول رو توی 2 ماه 2 ماه و نیم تابستون برای هر کدومش یه دونه پروژه باز از 4-5 تا موضوعی که خود اساتید مشخص میکنن، معمولا سوالهای روز صنعت هست، مهمترین مسائل صنعت هست، انتخاب میکنید و در حد یه مقاله، مثلا من میخوام مقایسه بکنم، یه مقاله علمی پژوهشی احتمالاً باید بنویسید راجع به موضوع تا 25% ارزیابی نهاییتون هم مشخص بشه. شما بالای نمره ها از 0 تا 100 هست، بالای 50 پس میشه ماژول، بین 50 تا 60 در واقع نمره بالای 50 پسه، بین 50 تا 60 نمره مریت میگیرید، بین 60 تا 70 عنوانش رو فراموش کردم ولی بالای 70 نمره در واقع دیستینکشن هست. اونجا نمرات در واقع این که به شما نمره مشخصی بدن، از هر ارزیابی که از شما صورت میگیره یه جمع‌بندی در واقع از 4 تا نمرتون با هم دیگه جمع میشه، تقسیم بر 4 میشه، از نهایی نمره‌ای به شما میدن که مشخص میکنه شما پس شدی، مریت شدی یا دیستینکشن شدی، که بالای در واقع نمره 70 رو دیستینکشن محسوب میکنن و گرفتنش کار سختی. در مورد این که من سعیم اینه که همه موضوعاتی که ممکنه برای دوستان سوال باشه مطرح کنم، بعد در انتها انشالله اگر سوالی در واقع بدون جواب باقی مونده بود خدمت دوستان باشه. هزینه دور سال 2023 و در واقع از سپتامبر 2023 که من رفتم تا 2024 حدود 18300 پوند هزینه دوره LLM بود. گرفتن فاند توی رشته‌های به طور کلی علوم انسانی کار سختیه، برخلاف در واقع رشته‌های مهندسی که گرفتن فاند توش راحته. شما سخت میتونید توی رشته‌هایی مثل مدیریت، حقوق، اقتصاد، رشته‌های علوم انسانی سخت میتونید فاند بگیرید. اما خب اگر مثلا دانشجوی برتر باشید، دانشجوی ممتاز باشید، بتونید خودتون رو ثابت بکنید، معمولا دانشگاه یه سری آفرها و آپشن‌هایی برای دانشجوهای خوبش در نظر میگیره و یه سری دیسکانت‌هایی روی در واقع روی تویشن فی شما لحاظ میکنه. یعنی اگر مثلا قرار شما 18000 تا بدید، یه سری ممکنه مثلا دیسکانت بگیرید و 18000 تا رو بکنید 15000 تا 10000 تا هم برسونیدش، اگر بتونید توی ماژول‌های مختلف اون در واقع ارزیابی‌ها رو به نحو احسن طی بکنید. هزینه‌های جانبی هم هزینه‌های کمی نیست. حداقل انگلستان کشور گرونیه توی نسبت به بقیه کشورهای اروپایی مثلا اسپانیا، آلمان، کشورهایی که در واقع امکان اینکه دانشجوها بخوام برن حقوق بخونن توی مثل فرانسه و اینا، کشور انگلستان کشور گرونیه. من یه ایده کلی بخوام به دوستان بدم که توی این 1 سال تقریبا چقدر هزینه‌ام شد.
البته خب من همراه خانواده‌ام بودم، یه دختر کوچولو دارم، ایشون هم هزینه‌هاشو لحاظ کردم، حدود مثلا 55 هزار تا برای 1 سال ما هزینه کردیم. از این 55 هزار تا شاید مثلا 15 هزار تاش هزینه ایشون بود. خیلی اقتصادی بخواید این 1 سال رو بگذرونید، حداقل باید مثلا 35 تا 40 هزار تا هزینه‌های زندگی، اجاره خونه، هزینه‌های در واقع خورد و خوراکتون، پوشاکتون، خیلی اقتصادی. این که آدم بخواد توی همه حوزه‌ها حداقل رو رعایت بکنه، خیلی خرجای مثلا آنچنانی نداشته باشه، رستوران‌ها رو بخواید مثلا حذفش بکنید، با 35,000 تا 40,000 تا شاید بشه مثلا یه دوره LLM حقوق دریایی توی انگلستان خوند. اینم در مورد در واقع هزینه‌ها و اینکه در آینده وقتی شما حقوق دریایی بخونید چه آپشن هایی براتون ایجاد میکنه و چه فرصت‌های شغلی ایجاد میکنه، حوزه‌های گسترده‌ای هست. جذاب‌ترینش در واقع کار کردن به عنوان یه متخصص حقوق دریایی توی لیگال فرم هاست. لیگال فرم هایی که تخصصشون تخصص حقوق دریایی. شما وقتی فرش گریجویت باشید، فارغ التحصیل از دانشگاه بشید، ابتدایی ترین در واقع، یعنی بر فرض اینکه هیچ تجربه کاری نداشتید، یعنی دانشجوی کارشناسی ارشد باشید، امروز فارغ التحصیل بشید، اولین پوزیشنی که توی لیگال فرم به شما پیشنهاد میشه بحث پرالیگال هست. یعنی به عنوان در واقع لو لول ترین کسی که توی یه لیگال فرم داره فعالیت میکنه. لیگال فرم های مطرح حقوق دریایی انگلستان کف حقوقشون برای پرالیگال ها از 30,000 تا هست تا 50,000 تا سالیانه. شما اگر بتونید در واقع کوالیفاید بشید و خودتون رو سالیسیتر بکنید، در واقع پروانه وکالت انگلستان رو بگیرید، حتی اگر پرالیگال بخواید وارد یه لیگال فرم بشید، کف حقوقتون از 120,000 تا شروع میشه. مراحل بعدیش در واقع اسوسییت هست، سینیر اسوسییت و النهایه پارتنر، که پارتنرها توی در واقع لا فرم ها و لیگال فرم ها به عنوان شریک در واقع لیگال فرم، یعنی بخشی از سود مؤسسه حقوقی رو به عنوان پارتنر، حالا بسته به اینکه اون مؤسسه حقوقی چقدر پرونده میگیره، چقدر مؤسسه بزرگی هست، متفاوتی دیگه درآمدهاشون. مثلا من با آقای ریچارد نیلون توی HFW که صحبت میکردم، خیلی دوستانه ازش پرسیدم، ایشون گفت سال گذشته مثلا ما شیر من حدود 800 تا 1 میلیون پوند در سال بود. این یکی از جذابترین حوزه‌هاییه که بچه‌ها خیلی سر و دست میشکنن بخوام وارد در واقع پرکتیس بشن. حوزه بعدی در واقع مارین اینشورنس یا بیمه دریایی هست. ما کلوب‌های پیانو رو داریم، بیمه‌های H&M رو داریم که کشتی‌ها رو در واقع بیمه میکنن. اینا ناگزیر از اینن که در واقع مسائل حقوقی رو متخصصین حقوقی دریایی کنارشون داشته باشن. اینا پرداختیاشون بین 70 تا 90 هزار تا برای در واقع کسایی که فرش وارد میشن و تجربه آنچنانی ندارن. ما شیپینگ در واقع کامپنی ها رو داریم که شرکت های کشتیرانی، شرکت هایی که حالا چه خودشون مالک کشتی هستن چه منیجر کشتی هستن، اینا یه سری در واقع پوزیشن این هاوس دارن، به معنای اینکه هر شرکتی، کما اینکه مثلا شرکت‌های ایران واحد حقوقی و قراردادی دارن، اینا هم واحدهای حقوقی و قراردادی دارن که چون بیزینس شیپینگ هست، بچه‌های متخصص حقوق دریایی تو این شرکت‌ها فعالیت می‌کنن. پرداختیشون بین مثلا از 40,000 تا شروع میشه تا مثلا 250,000 تا 300,000 تا، بستگی به این داره که شما چقدر تجربه کاری داشته باشید، چقدر تخصص داشته باشید. اون در واقع آپشن دیگه و اپورتونیتی دیگه‌ای که برای در فارغ التحصیلان گرایش حقوق دریایی وجود داره، سازمان‌های بین‌المللی و نهادهایی هستن که نهادهای حاکمیتی تو حوزه شیپینگ هستن که انگلستان تعدادشون هم کم نیست. ما IMO رو داریم، اینترنشنال چمبر آف شیپینگ رو داریم، یا انگلند چمبر آف شیپینگ رو داریم. تعدادشون کم نیست این سازمان‌های بین‌المللی. روز به روز هم دارن با در واقع این تغییراتی که توی مسائل محیط زیستی و اینا ایجاد میشه، تعدادشون داره بیشتر میشه تا بتونن به اون اهدافی که برای خودشون تعریف کردن برسن.
فرمودن بجز طولان 2 تا سوال اومده، من اینا رو اگر اجازه بدی جواب بدیم بله، بعد بریم. بله، میخواستم بگم بریم سراغ سوالات آقا شایان عزیز که در مورد دانشگاه پرسیدن و حالا یک وجه افتراقی که بین سوانزی و حالا چارلستون و میامی هست رو به ما بگید، که حالا میامی هم بندر خیلی مهمیه، یعنی یه جورایی دروازه ورود کالا از کارائیب به ایالات متحده آمریکا به شرق آمریکا. من فکر نمی‌کنم حالا حجم صادرات وارداتش مثلا مثل کوپنهاگن و روتردام و بنادر انگلیس باشه، ولی خب توی حوزه کروز میدونیم که خیلی مهمه بله. و خب بحث کالاهاش هم تا اندازه زیادی مهمه. یکی این مسئله، بعد بازار کار که گفتن، حالا اگه میخواد اول این سال رو پاسخ بدیم بعد بریم سراغ بازار کار که من یکم بازترشم کنم. نظرتون چیه؟ میخواید هر دو سال رو ببینید با هم جواب یه بدیم؟ بحث اینه که من چند تا گزینه توی یک کشور داشته باشم بعد بخوام انتخاب بکنم. یه بحثم اینه که شما اصلا امکان در واقع تحصیل توی امریکا الان نیست. تقریبا تقریبا تحصیل مثلا نه حقوق دریایی، تمامی گرایش‌های حقوق توی امریکا با توجه به این محدودیت‌هایی که برای در واقع نشنالیتی ما ایجاد کردن تقریبا غیر ممکن شده. نمیخوام بگم حالا یه سری افراد هستن که نشنالیتی دارن میتونن انتخاب بکنن، راحت گرین کارت دارن میتونن برن و بیان و تحصیل بکنن، اون یه بحثه. اما اینکه شما بین دانشگاه‌های مختلف امریکا بخواید انتخاب بکنید، طولان به واسطه در واقع اساتید و بحث‌های در واقع آکادمیکی که توی طولان ارائه میشه، حداقل شناختی که من از طولان دارم، سیلابس چارلستون و مایامی رو ندیدم راستش رو بخواید، نمیدونم در واقع نمیتونم اظهار نظر بکنم. ولی وقتی مقایسه می‌کردم بین طولان و مثلا ساوثهمپتون یا سنگاپور، تقریبا سیلابسشون سیلابس یکسان. لذا شاید من خیلی مرجع مناسبی برای اینکه بخوام بین دانشگاه‌های امریکا همه با هم دیگه در واقع مقایسه بکنم و به بچه‌ها در واقع مشورت بدم، مرجع مناسبی شاید توی این حوزه نباشم، چون اصلا برام متصور نبود رفتن به امریکا، خیلی اولویت هم نبود راستش رو بخوای. یه سال این انتخاب شخصیتون بوده یا حالا بحث محدودیت‌های رفت و آمد بود و مواردی از این دست؟ نه، انتخاب در واقع شخصیم بود از این بابت که من با آقای بریستوی قبلا کار پژوهشی و آکادمیک هم انجام داده بودم. یعنی وقتی ایران بودم و توی این حوزه داشتم کار می‌کردم، یه سری در واقع تعاملات کاری و آکادمیک هم با هم دیگه داشتیم. لذا ترجیح هم این بود که برم انگلستان و برم سوانزی. اما بسیار. انگلستان که 100% یعنی اگر مثلا سوانزی نمیشد شاید ساوثهمپتون، ولی اصلا جزء گزینه‌هام نبود که بخوام مثلا امریکا برم یا سنگاپور برم یا هنگ کنگ برم بخوام بخونم. یه سری کشورام که دیگه واقعا محدودیت داره، یعنی امکان رفتنش اصلا وجود نداره. شما ویزا نمیدن که بخواید در واقع برید و تحصیل بکنید. خب فرمودن بازار کار این رشته توی ایران، بذارید یه ذره واقع گرایانه با هم دیگه صحبت بکنیم. خیلی باغ زرد و سرخ به هم دیگه نشون ندیم، خیلی ایدئالیست نباشیم توی این حوزه. کشور ما تحریمه، یعنی ما خواسته یا ناخواسته تحت در واقع تأثیر تحریم‌ها قرار گرفتیم. اخیرا با این مکانیزم ماشه و اسنپ بک شرایط خیلی سخت‌تر شد و صنعت کشتیرانی و شیپینگ جزء در واقع اون صنایعی هست که به طور مستقیم هدف تحریم‌ها قرار گرفته. شما یه سری صنایع مثلا ممکنه به صورت ثانویه دست دوم، سوم تحت تأثیر تحریمت قرار بگیره. مثلا فرض کنید نمیدونم صنایعی که وجود داره، آلومینیومت، فولادت، 1001 صنعتی که توی کشور هست. اما صنعت شیپینگ و بحث حمل و نقل دریایی به طور مستقیم، یعنی شما توی مثلا لیست اوفک اشخاص حقیقی رو می‌بینید به نام در واقع آورده آقای مثلا الف توی لیست اوفک ذیل در واقع تحریم‌های امریکا. این به معنای اینه که ایشون توی هیچ مؤسسه مالی، بانکی، هیچ جای دنیا توی هیچ شرکتی نمیتونه در واقع فعالیت بکنه و اگر اون شرکت تعاملات تجاری با این شخص حقیقی، یعنی میخوام خیلی تاکید بکنم که حتی اشخاص حقوقی هم نیستن، اشخاص حقیقی و کشتی‌ها به اسم در واقع تحت تأثیر تحریم قرار می‌گیرن. یعنی این آقا به صورت در واقع روتین و از طریق در واقع تعاملاتی که توی
کل دنیا متعارف هست که بخواد بیزینس رو انجام بده، شما بخواید مثلا یه کالایی رو وارد بکنید، صادر بکنید، باید بتونید LC باز بکنید. همون اتفاقی که همه جای دنیا میفته دیگه، خیلی روتین. ولی به محض اینکه شما توی لیست اوفک قرار بگیرید، همه زندگیتون تحت تاثیر قرار. یه حساب بانکی ساده شاید نتونید مثلا باز بکنید توی کشور دیگه. میخوام عرض کنم که کشور ما تحت تاثیر مستقیم در واقع تحریم هاست و شیپینگ خیلی محدود شده. خیلی از کسایی که توی این حوزه دارن فعالیت میکنن، حالا چه به عنوان در واقع شرکت‌های خصوصی، چه شرکت‌های دولتی، کسایی که خودشون شیپ اونر هستن، مالک کشتی هستن، مالک تانکر هستن، کانتینر شیپ دارن، در واقع هر حوزه‌ای شما بحث‌های لوجستیکش رو در نظر بگیرید تحت تاثیر تحریم قرار گرفته و به همون در واقع نسبت سرویس هایی که به این صنعت ارائه میشه که یکی از مهمترینش سرویس لیگال هست تحت تاثیر قرار گرفته. شما خیلی راحت نمیتونید وارد شرکت ها بشید، خیلی راحت به آدما اعتماد نمیکنن، چون بحث در واقع کانفیدنشالیتی اطلاعات حائز اهمیت، این که شما تمام اهتمام خودتون رو به خرج بدید که بیزینستون بیزینس سیفی باقی بمونه، بتونید فعالیت بکنید، تا جایی که ممکنه این افراد مرتبط با بیزینستون رو در واقع محدودیتش رو کوچیک می‌کنید، دایره‌اش رو کوچیک می‌کنید که بتونید بیزینستون رو سیف نگه دارید. لذا بحث در واقع حقوق دریایی و بازار کارش توی ایران، بازار در واقع میشه گفت تا حدودی انحصاریه. یعنی یه سری افرادی که هم تخصصشو دارن، هم از لحاظ در واقع چه اشخاص حقوقی خصوصی چه دولتی، کسایی که فعالیت میکنن توی صنعت شیپینگ تایید شدن و میتونن توی این در واقع کارها و سرویس‌های حقوقی ورود بکنن. اما این به این معنا نیست که بازار کار این گرایش توی ایران بازار در واقع جذابی نباشه، امکان فعالیت توش وجود نداشته باشه. شما بالاخره بحث در واقع حمل و نقل دریایی، 80% حمل و نقل کالای دنیا از طریق دریاست به واسطه مزیت‌هایی که این حمل و نقل داره. خب حمل و نقل هوایی حمل و نقل گرونیه، حمل و نقل زمینی امکانش برای اکثر کشورها وجود نداره، ولی حمل و نقل دریایی به واسطه ارزون بودنش، به واسطه اینکه حجم زیادی از کالا رو شما میتونید راحت منتقل بکنید، همیشه جذاب بوده. و یکی از در واقع شاهرگ‌های اصلی اقتصاد ما بحث نفت و فرآورده‌های نفتی و فروش نفت خام و این داستان است که شاید 99% از طریق در واقع دریا و شیپینگ انجام میشه. یعنی میخوام عرض کنم با وجود همه این تحریم‌ها، با همه این محدودیت‌هایی که وجود داره، این بازار همچنان امکان این که بچه‌ها بخوان توش ورود بکنن، فعالیت در واقع تخصصی و جزء در واقع پرکتیس خودشون قرارش بدن، این ظرفیت درش هست. از لحاظ آکادمیک بسیار بسیار حوزه بکریه. یعنی عرض کردم ابتدای عرایزم، شاید مثلا شما بخواید جنرال اوریج بخونید، منابع فارسیتون به اندازه تعداد انگشتان دستتون هم نباشه، یه دستتون هم نباشه، بخواید مثلا تو حوزه‌های جدیدتر ورود بکنید که شاید اصلا هیچی نباشه، مثلا AI بخواید بنویسید، اتونوموس شیپینگ بنویسید، شاید مثلا 2 تا 3 تا مقاله کلا توی این حوزه تا الان نوشته شده باشه. لذا از لحاظ آکادمیک خیلی خیلی فضای در واقع بکری هست و دوستانی که به بحث‌های علمی و پژوهشی علاقه‌مندن، من توصیه می‌کنم ورود بکنن توی این حوزه. مقالات و در واقع رساله‌های دکتریشون یا مثلا پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشدشون رو میتونن جهت بدن توی این حوزه. مسائل روز رو از مثلا سایت‌های بین‌المللی دنبال بکنن، خیلی ایده‌های خوبی بهشون میده. بحث‌های در واقع دیکربونایزیشن یا دیجیتال داکیومنتس یا مثلا خدمتتون عرض کنم AI و نقشش توی صنعت کشتیرانی، اینا موضوعاتی که الان توی کنفرانس‌های IMO داره بحث میشه، کاملا موضوعات داغیه که ارزش وقت گذاشتن هست. جناب سرخوش بزرگوار، اتفاقا یکی از دوستان سوال پرسیدن برای اینکه یعنی بذارید من یه مجموعه کلی ایجاد کنم کلا برای بحث آکادمیک. اول که یکی از دوستان پرسیدن برای اینکه پایان نامه توی حوزه حقوق دریایی بنویسیم، به نظر شما گرایش حقوق خصوصی رو باید بخونم برای ارشد؟ این یک ساله. و یک مورد دیگه، خودتون در مورد مکاتبه با اساتید و کار علمی پیش از اینکه به
انگلستان برید صحبت کردید. فرصت هایی که وجود داره برای کار پژوهشی در این حوزه و همچنین ظرفیت هایی که برای پایان نامه وجود داره رو من خواهش میکنم به دوستان بگید که حالا بعد از اون وارد عرصه شغلی هم بشیم، چون یکی دو تا سال تو اون حوزه داریم. فعلا توی فرصت های آکادمیک بمونیم. اول بحث پایان نامه، دوم بحث مکاتبه با اساتید و راههایی که بشه کار پژوهشی استخوندار به قول معروف انجام داد. ببینید توی گرایش‌هایی که الان ما توی دانشگاه‌هامون داریم و دوستانی که علاقه‌مندن توی در واقع بحث حقوق دریایی ورود بکنن، حالا چه آکادمیکش چه پرکتیکالش، یه سری از گرایش‌هایی که الان موجود هست نزدیکتره یا میشه گفت مناسب‌تره برای اینکه بچه‌ها بخوان تخصص حقوق دریایی رو در واقع از اون گرایش پیگیری بکنن. تجارت بین‌الملل گزینه خیلی خوبیه برای اینکه بچه‌ها توی جزء گرایش‌های ارشدشون قرار بدن و بعد خودشون مطالعات شخصیشون رو جهت بدن به سمت حقوق دریایی و مسائل مرتبط با حوزه حقوق دریایی. حقوق نفت و گاز گرایش مناسبیه، حقوق در واقع خصوصی یه ذره جنرال‌تر گزینه مناسبیه برای اینکه، ولی خب شاید بشه گفت نزدیکترینش در واقع همون بحث حقوق تجارت بین‌الملل هست که ذیل در واقع گرایش‌های حقوق خصوصی توی دسته‌بندی کلی‌تر توی دانشگاه‌های ما ارائه میشه. ولی دوستانی که علاقه‌مندن که در واقع توی این گرایش تحصیل بکنن و فعالیت بکنن، من پیشنهادم و خواهشم از دوستان اینه که به منابع فارسی بسنده نکنن و برن در واقع منابع دست اولتر رو ببینن، چون شاید مثلا 70-80% اون منابعی هم که ما داریم ترجمه در واقع منابع معتبر هست. یعنی نه ما از لحاظ در واقع آکادمیک قوت اینو داشتیم که بخوایم مثلا، یعنی آخرین قانون دریایی ما که نوشته شد 1343 نوشته شد، بعد اواخر یه سری اصلاحات مختصری داشت. توی قانون 43 ما آوردیم که مثلا دادگاه‌های دریایی ظرف 6 ماه باید تأسیس بشه، ولی از سال 1343 همچنان موضوع در واقع تصویب قانون تشکیل دادگاه‌های دریایی در مجلس‌های مختلف رفته و برگشته. میخوام عرض کنم که نه در واقع بهای کافی بهش داده شده، نه ظرفیتش در واقع، نه امکانش، یعنی متخصصش توی کشور وجود داشته که بخواد منبعی تألیف بکنه، منبع دست اولی محسوب بشه. لذا خواهشم اینه بچه‌ها اگر میخوان تخصصاً توی این گرایش پیدا بکنن، ترجیحاً منابع دست اولتر رو ببینن. هستن بزرگوارایی توی دانشگاه‌های خودمون، هستن دانشگاه تهران، دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه علامه که نوشتن منابعی رو تدوین کردن بسیار ارزشمند، قابل استفاده. میشه با این اساتید ارتباط گرفت، در واقع ازشون بهره برد، ازشون ایده گرفت و یه ذره بیایم به سمت در واقع اون موضوعاتی که توی دنیا امروز محل بحثه. یعنی به واسطه این شاید بشه گفت یه ذره مثلا تنبلی ما تو حوزه‌های مختلف، ما همیشه 5 سال 10 سال شاید مثلا دیرتر نسبت به بقیه کشورها از موضوعات روز دنیا مطلع بشیم، بخوایم در موردش در واقع ورود بکنیم، بحث بکنیم. لذا دیدن مثلا سایت‌های بین‌المللی یا مثلا اونایی که به کارهای آکادمیک علاقه‌مندن، مثلا International Maritime Law Journal، مثلا لویدز، شاید مثلا منبع دست اولی باشه که به صورت فصلنامه شاید هر مقالش یه موضوع و در واقع یه عنوانی برای یه رساله دکتری یا پایان نامه باشه. بچه‌هایی که علاقه‌مندن، حالا هم لینکدین من هست، هم میتونیم با هم دیگه از طریق ایمیل ارتباط داشته باشیم، به بچه‌ها ایده بدم، اونایی که علاقه‌مندن استفاده بکنم، منم کنار دوستان بیشتر یاد بگیرم. ولی خواهشم اینه که به منابع در واقع داخلیمون توی این حوزه بسنده نشه. من حالا اسم این ژورنالی که گفتید رو هم نوشتم و سنجاق کردم که دوستان استفاده ببرن. International Maritime Law Lloyds، اگر سایت درست در واقع، حالا من میتونم بعداً عنوان در واقع دقیق سایت رو هم
آره اگه می‌دونش خیلی عالی. بچه‌ها به اشتراک بذارم که بتونن با مقالات روز این حوزه هم در واقع آشنا بشن و ازش ایده بگیرن، بیشتر استفاده کنن. دوستان میان کلامتون شکر میگن که ظاهرا دانشگاه تهران و علوم غذایی حمل و نقل دریایی رو به عنوان یک واحد درسی ارائه میدن. حالا نکته خیلی خوب و مهمی بود و ممنون از دوستی که این مسئله رو خاطر نشان کرد. اما سایر سوالاتی هم که حالا مطرح شده چون مرتبط با این مبحث دومی که داریم بحث میکنیم، یه سری از سوالات من میذارم آخر کار جواب بدیم، ولی بر فرض مثالی که از دوستان پرسیدن که نظرتون در مورد کشورهای فرانسوی زبان و دانشگاه فرانسه برای مریتایم لا چیه، که حالا نمیدونم اصلا این گرایش رو ایجاد کرده باشن یا نه. فرانسوی‌ها کلا علاقه زیادی دارن گرایش‌های مختلف توی ارشد و دکتری بیارن، ولی نمیدونم چقدر به سمت حقوق دریایی رفته باشن و شما چقدر اطلاعات دارین در این حوزه. ببینید فرانسه به واسطه اینکه سیویل لا هست، شاید قوت در واقع کامن لا رو توی حوزه‌های حقوق دریایی، حوزه‌های مختلف حقوق دریایی نداشته باشه. بچه‌هایی که به سیویل لا علاقه‌مندن شاید مثلا نروژ، دانشگاه اسلو گزینه مناسب‌تری باشه تا دانشگاه‌های فرانسه. من ندیدم جایی مثلا توی محافل علمی و در واقع کتب و مقالات که مثلا ارجاعاتی به دانشگاه‌های فرانسه برای بحث‌های مرتبط با حوزه حقوق دریایی داده شده باشه. بیشتر چون اوریجینش در واقع کامن لا هست، من توصیه‌ام به دوستان اینه که اگر می‌خواید مریتایم لا بخونید، برید به سمت در واقع کامن لاها، چون اونا رویه‌هاشون رویه‌های تاثیرگذارتریه و نقش برجسته‌تری توی تطورات این در حوزه از حقوق دارن تا دانشگاه‌هایی مثل دانشگاه‌های فرانسوی که در واقع سیستمشون سیستم سیویل لا هست. در مورد دانشگاه روتردام هم پرسیدن، ایراسموم اگر درست بگم، دانشگاه ایراسموم روتردام. دانشگاه ایراسموس. اونم دانشگاه بدی نیست برای خوندن حقوق دریایی، ولی اگر ملاحظه در واقع هزینه‌ای وجود داره، اگر ملاحظه در واقع بحث‌های مالی و اینا وجود داره، من اون گزینه رو گزینه بهتری میدونم برای بچه‌ها، چون هزینه‌هاش به مراتب کمتر از انگلستان. هلند به مراتب ارزون‌تره برای دانشجو بودن. حتی اگر مقایسه بکنن توی تویشن فی و هزینه‌های تحصیل، فکر می‌کنم حداقل نصف دانشگاه انگلستان باشه دانشگاه اروپا. بسیارم عالی. حالا یک کاست و بنفیت بخوایم بکنیم، واقعا به نظر شما اینکه یک هزینه بیشتری بدی و توی انگلستان این رشته رو بخونی، آیا یک مزیت ویژه‌ای برای تو ایجاد میکنه؟ یعنی خودتون اگر بخواید به حال شرایط مالی تو ایران میدونید اینجوری به قولن ترازوی ارزش گذاری بذاریم، به نظرتون ارزش داره که پول بیشتری بدی، پرداخت کنی و توی یک دانشگاه بهتر، کشور بهتر درس بخونی، یا اینکه مثلا اگر کسی شرایطش یکم توی مضیقه و تنگنا هست، بهتره همون هلند، سنگاپور یا کشور دیگر انتخاب کنه؟ سوال سختیه، میدونی، یعنی فرصت‌ها خیلی فرصت‌های بیشتریه توی کشورهای بهتر، دانشگاه‌های بهتر. اما اینکه دوستان اگر مثلا دانشگاه‌های دسته 2، 3، 4 درس بخونن و هزینه‌های کمتری بکنن، آیا ارزش داره یا نه؟ به نظر من ارزش داره. یعنی اگر شما این فرصت براتون فراهم هست با محدودیت‌های مالی، برید مثلا یه گرایش مشخصی توی یه دانشگاه دسته دوم، سوم هم بخونید، از این فرصت استفاده بکنید. یه ذره سخته به این سوال، خیلی بستگی داره به فاکتورهای مختلف، نمیشه خیلی جواب کلی داد. ممکنه مثلا من اگر یه جایی غیر از انگلستان و دانشگاه سوانزی درس خونده بودم، واقعا شاید فرصت‌هایی که این شرایط برام فراهم کرد رو توی این دوره یه ساله ما تقریبا همه لیگال فرم‌های مطرح لندن رو رفتیم دیدیم. مثلا شاید مثلا 20 تا 30 تا لیگال فرم رو توی این یه سال من رفتم با پارتنرهاشون، با اسوسییت هاشون، با خدمتتون عرض کنم سطح‌های پایین‌تر مثل پرالیگال ها آشنا شدم، صحبت کردم.
شاید اگر کشوری غیر از انگلستان بود واقعا این فرصت برام فراهم نبود. یعنی اینکه یه سری فرصت‌های جانبی تحصیل توی دانشگاه و یک کشور برای شما ایجاد کنه، این واقعا غیر قابل انکاره. اگر من مثلا انگلستان نبودم شاید مثلا فرصت نمی‌کردم بخوام برم IMO رو ببینم، شاید فرصت نمی‌کردم بخوام مثلا برم چند تا کنفرانس بین‌المللی IMO رو شرکت بکنم. لذا دوستانی که محدودیت ندارن از لحاظ مالی، من بهشون توصیه میکنم که کشورهای بهتر مثل انگلستان رو ببینن، امریکا رو ببینن، سنگاپور رو ببینن، تا اینکه بخوان برن مثلا هلند یا کشورهایی که مثلا دسته دوم سوم توی این حوزه و گرایش جزء در واقع دسته‌های دوم سوم دسته‌بندی میشه. اما اینکه اگر به واسطه اینکه محدودیت مالی هست کلاً این در واقع فرصت رو کنار بذارن، نه. یعنی من توصیه میکنم حتی شما دانشگاه دسته 2 و 3 را هم برید و هزینه بکنید، چون آورده‌اش در واقع آورده قابل توجهی هست. اتفاقا که دوستانم پرسیده بودن با توجه به اینکه فرصت‌ها رو گفتیم که آیا خودتونم مشغول به کار هستین الان در حال حاضر توی انگلستان و فرصت شغلی هم براتون ایجاد شده به شخصی یا خیر؟ من خودم برای خودم فرصت رو ایجاد کردم راستش رو بخواید. یعنی این بحث نشنالیتی ما خواسته یا ناخواسته بالاخره تاثیرگذاره. اینکه شما ایرانی هستید تا وقتی پاسپورت در واقع نشنالیتی دیگه ای رو نداشته باشید یه سری کار براتون دشوار هست. خب یه سری ارتباطاتی من یه 10-12 سالی قبل اینکه من بیام انگلستان توی این حوزه توی شرکت‌های در واقع خصوصی و شرکت‌های دولتی و اینا کار می‌کردم. یه سری فرصت‌هایی ایجاد شده بود، دوستانی بودن توی امارات، حالا چه شیپ‌آنرها چه منیجرها که تو همین حوزه دارن فعالیت می‌کنن. یه شرکتی من اینجا ایجاد کردم، شرکت رو ثبت کردم و با همون شرکت خودم در واقع دارم همین کارهای خدمات لیگال رو ارائه میدم. اما اینکه به واسطه در واقع محدودیت‌هایی که خودم داشتم از لحاظ شخصی و اینا، ترجیحم این بود که برم به سمت کارهای خودم تا اینکه بخوام برم جایی شروع به فعالیت برای کس دیگه‌ای بکنم. منظورم اینه که بخوام مثلا برم کارمند جایی بشم یا حقوق بگیر جایی بشم. از این نظر انگلستان، حالا چون بچه‌ها بحث مهاجرتش رو هم زیاد پرسیدن، اول من یه سوالی که شما پاسخ دادید رو خدمت یکی از دوستانمون که مجدد پرسیدن پاسخ بدم که فرمودین فاوند و اسکالرشیپ نمیدن قاعدتا دانشگاه انگلیس، یعنی اون بورسی که توی ذهن ما هست رو نمیدن. پاسخ یکی از دوستان بود. و خب یکی از مسائل مهمی که هست الان در واقع فرصت‌های شغلی که توی دنیا ایجاد شده، مثلا خود من یکیشو دارم توی آمریکا استفاده میکنم. خیلی از بچه‌ها اینجوریان که قبل از اینکه وارد یک کشور بشیم و حتی برای تحصیل انتخابش کنیم، شروع کنیم مکاتبه کردن و شغل‌های توی اون کشور به صورت حالا ریموت برای خودمون دست و پا کنیم. مثلا خود من الان لیگال دیسپچرم توی یه شرکت آمریکایی، یعنی از قبل دارم این کار رو انجام میدم که اگه یه روزی شد مثلا این فرصت رو استفاده کنم. فرصت‌هایی مثل همین پارالیگال بودن به صورت ریموت از راه دور یا لگال دیسپچ بودن، اول که اینا وجود داره توی انگلستان. بعد اینکه فکر کنم یه قوانینی هست تحت عنوان کز، یعنی 7 راه مهاجرتی به انگلستان دیگه. شما یعنی یکی از اون راه‌ها رو استفاده کردید، یعنی ثبت شرکت مستقیما مؤثر بوده توی مهاجرتتون، یا اینکه نه دانشجویی رفتید؟ چون این برای خود من سوال شد. یکی اینو بگین که بچه‌ها از ایران میتونن فرصتی استفاده کنن برای اینکه با شرکت‌های انگلیسی ارتباط بگیرن، حالا کسایی که نتونن شرکتی ثبت کنن. و اینکه خود شما دقیقاً دانشجویی تشریف بردین یا اینکه حالا میشه گفت سرمایه‌گذاری بوده؟ نه ببینید، این که امکان در واقع ارتباط گیری با شرکت‌ها و لیگال فرم‌ها هست یا نیست، بله هست. یعنی شما اگر توی حوزه تخصص داشته باشید، کار کرده باشید و سابقه داشته باشید، میتونید قبل اومدنتون در واقع اپلای بکنید، باهاشون ارتباط بگیرید. حتی من نمیگم در سطح پرالیگال در واقع، من عرضم اینه که شما اگر پروانه وکالت ایران رو داشته باشید، شاید بتونید حتی پوزیشن‌های بهتری هم توی در واقع لیگال فرم‌ها بگیرید. اما کار سختیه. یعنی به واسطه در واقع نشنالیتی ما، به واسطه اینکه لول در واقع سطح خدمات حقوقی که توی کشورهای اروپایی مخصوصا انگلستان ارائه میشه،
یه ذره با کشورهای جهان سوم متفاوته. شما خودتون رو باید بتونید اثبات بکنید، یعنی اون در واقع کارفرما رو یا مثلا شرکت رو قانع بکنید که شما توان در واقع ارائه خدمات و ایجاد ارزش افزوده رو برای اونا خواهید داشت. بودن دوستانی که حتی مستقیما از ایران با در واقع ویزای کار اومده بودن انگلستان، ولی من شخصا ویزای دانشجویی گرفتم. یعنی وقتی اومدم انگلستان به عنوان دانشجو اومدم. شما دانشجو هم که وارد انگلستان بشید، اولین در واقع ویزایی که به شما میدن ویزای 1 سال و نیمه است که 1 سال تحصیل در واقع 6 ماه هم به شما فرصت میدن که انگلستان بمونید، بتونید کار پیدا کنید. ویزای دانشجویی محدودیت‌های زیادی داره. وقتی شما ویزا دانشجویی باشه، در هفته 20 ساعت بیشتر نمیتونی کار بکنی. یعنی کار در واقع قانونی سفید اگر بخواید انجام بدید، 20 ساعت در هفته بیشتر نمیتونید فعالیت بکنید. بعد از در واقع ویزای دانشجویی یه آپشنی که انگلستان برای دانشجوها فراهم کرده بود این بود که شما میتونستید یه ویزای گریجویت 2 ساله بگیرید و 2 سال در واقع ویزاتون رو تمدید بکنید، 1 سال و نیم بکنید 3 سال و نیم و 2 سال بیشتر توی انگلستان بمونید، از فرصت استفاده کنید. اگر نتونستید در واقع اسکیل ورکر ویزا یا همون ویزای کار بگیرید، فرصت داشته باشید 2 سال بیشتر که بتونید ویزاتون رو چنج بکنید. اما اخیراً یه سری در واقع قوانین سختگیرانه نسبت به انواع مهاجرت، اهم از دانشجویی و غیر دانشجویی، پناهندگی توی انگلستان احتمالاً در جریان خبرهاش هستید، دارن تصویب میکنن که از ژانویه 2026 مثلا دوره من آخرین دوره‌ای بود که یعنی سال تحصیلی 2023 2024 آخرین دوره‌ای بود که دانشجوهای در واقع LLM میتونستن همراه خانواده به انگلستان سفر کنن. از ژانویه 2024 تصویب کردن که دانشجوهای دوره 2024 2025 فقط ریسرچ دکتری در واقع میتونستن همراه خانواده بیان انگلستان و دانشجوهای LLM و دکتری ساده نمیتونستن خانواده‌شون رو بیارن. لذا تو دوره ما اگر مثلا 107 نفر دانشجو بودیم، سال بعد که یه همچین قانونی تصویب شد مثلا کلاس‌ها شده بود حدود 37 نفر. یعنی تا این حد تأثیر گذاشته بود که خیلی از بچه‌ها چون مستحضر هستید دیگه، الان مثلا ویزای دانشجویی یا مثلا ویزای کار یه بهونه برای اینکه طرف بیاد بعدش پناهنده بشه به هر قیمتی شده اینجا بمونه. یعنی صرفاً یه دستاویزیه برای اومدن به کشورهای اروپایی و انگلستان و امریکا و اینا. لذا این قوانین سختگیرانه‌ای که الان دارن تصویب میکنن و تا حدود زیادی احتمالاً دانشجوها و غیر دانشجوها مهاجرا رو تحت تاثیر قرار میده، یه ذره بچه‌ها رو باید محتاط‌تر بکنه توی انتخاباشون. من شنیدم که ویزای در واقع گریجویت 2 ساله رو کاهش دادن به اگر اشتباه نکنم 18 ماه. حالا 24 ماه رو کردن 18 ماه. لذا اون زمانی اون سال تحصیلی که میخواید اقدام بکنید، اون زمانی که میخواید برای گرفتن ویزا و اینا اقدام بکنید، حتما مطمئن باشید که از قوانین به طور دقیق در واقع اطلاع داشته باشید. بدونید که اگر قراره بیاید، اولا اگر با خانواده قراره بیاید چه ساید افکت هایی براتون داره، اگر برنامه‌تون اینه که انگلستان بمونید با چه شرایطی امکان موندن براتون هست یا نیست. یه نکته کلی هم در مورد مهاجرت به طور کلی بخوام عرض بکنم، مهاجرت تصمیم واقعا سختیه، یعنی تصمیم راحتی نیست، چه حتی تحصیلیش. یعنی شما اگر هدفتون این باشه که ولو اینکه 1 سال بیاید درس بخونید برگردید، واقعا هزینه‌هایی که ممکنه از لحاظ روانی براتون ایجاد کنه، هزینه‌هایی که از لحاظ مالی براتون ایجاد میکنه، هزینه‌هایی که برای خانواده بچه‌ها ایجاد میکنه، واقعا هزینه‌های قابل توجهیه. یعنی اینجوری نیست که خیلی کار راحت باشه یا چالش‌های مثلا عجیب غریب برای آدم پیش نیاد. عرضم اینه که اگر میخواید تصمیم بگیرید که اصلا فکر بکنید به تحصیل توی یک کشور دیگه، حتما با بچه‌هایی که این مسیر رو رفتن، با بچه‌هایی که تجربه داشتن، با دوستانی که
حتی تجربه نداشتن و خیلی توی این زمینه مطالعه کردن، مشورت کردن، خیلی مشورت کنید. یعنی تصمیمتون رو، چون بودن مثلا من یکی از دوستان با هم دیگه، ایشون رفت نروژ، من رفتم انگلستان، شاید مثلا 3 ماه 4 ماه بیشتر نشد، ایشون نتونست تحمل بکنه. یعنی وضعیت آب و هوایی حوزه اسکاندیناوی گاهی اوقات مثلا در 24 ساعت شاید شما 3 ساعت 4 ساعت کلا هوای روشن داشته باشید، واقعا گفتنش شاید راحت باشه، ولی وقتی تو اون شرایط آدم قرار میگیره واقعا تحملش کار سختیه. یا مثلا توی انگلستان از 365 روز شاید 300 320 روزش هوا ابری باشه، بارندگی. ابری باشه. آره، یعنی واقعا یه سری مسائل و موضوعاتی که ما اصلا شاید بهش فکرم نکنیم، یعنی انقدر این تب و تاب مثلا رفتن و مهاجرت کردن و اینا توی جامعه دانشجویی ما گاهن پررنگ میشه که بچه‌ها با نگاه باز و دید در واقع باز تصمیم نمیگیرن، خیلی هیجانی تصمیم میگیرن و بعضا دچار ناامیدی میشن، نمیتونن دوره رو تموم کنن، کلی هزینه میکنن، با در واقع با یأس و ناامیدی برمیگردن. و بودن دوستانی که مثلا من باشون مشورت میکردم قبل رفتن، گفتن شاید اگر ما برمیگشتیم به زمانی که میخواستیم تصمیم بگیریم، شاید اصلا مهاجرت نمیکردیم، همون یه سال تحصیلیش هم مهاجرت نمیکردیم. بالاخره شما یه شرایط استیبلی داری، میخوای اون شرایط استیبل رو کلا کنار بذاری، وارد یه دنیای جدیدی بشی، از در واقع با یه فضای آکادمیک، با یه دنیای واقعا جدید از هر لحاظ، یعنی از لحاظ زبانی، از لحاظ فرهنگی، از لحاظ اونایی هم که با خانواده میان که این چالش‌ها شاید چندین برابر. لذا خواهشم اینه که قبل اینکه اصلا به این موضوع فکر بکنید حتما مشورت کنید، یعنی خیلی هیجانی تصمیم نگیرید. بسیار عالی. سوالات دوستانتون در این حوزه زیاده، بیان شما هم کاملا شیوا. و اگر یک راه ارتباطی بخوام با خود شما داشته باشن، اول این که راحت هستین با این موضوع و اوکی براتون، و دوم این که همون لینکدینی که گذاشتید کفایت میکنه، یا اینکه راه دیگه‌ای هم هست بچه‌ها جان آره، شما؟ خدمت بچه‌ها هستم، من لینکدینمو دائم چک میکنم، از همون طریقم دوستان میتونن ارتباط بگیرن. ایمیلم هم تو همون در واقع بیو لینکدین هست، میتونن ایمیلم به من بزنن، خدمتشون هستم. حالا من بورد رو هم در اختیارتون قرار دادم، اگر مایلید میتونید ایمیل رو اونجا بذارید من سنجاق کنم. از دوستان من خیلی عذر میخوام که مجبوریم یک سری از سوالات رو اسکیپ کنیم، چون وارد مباحث علمی حقوق دریایی نشدیم و خب منم در جریانم که چقدر ضیق وقت وجود داره و حضرت عالی هم واقعا فداکاری کردید که به نشست امروز رسیدین. واقعا شرایط راحتی نبود براتون و من فکر می‌کنم یکم بریم سمت مباحث علمی و حالا معرفی منابع رو من بعدا از خودتون میگیرم، توی چنل قرار میدم، چون که دوستان منابع دست اول میخواست. برای مباحث مرتبط هم دوستان حتما از طریق لینکدین یا ایمیل لینک بشن با جناب سرخوش بزرگوار. اگه موافقید یکم وارد مباحث علمی شیم و توی این حوزه پیش بریم. خواهش میکنم. در مورد منابع که پرسیدید، گرایش‌های مختلف حقوق دریایی، هر تخصصش ممکنه در واقع چندین منبع قابل معرفی باشه که از حوصله در واقع بحث و شرایط در واقع این گفتگوی آنلاین خارجی. لذا خواهشم از دوستان اینه، هر کسی تو هر حوزه‌ای که علاقه‌مند بیشتر در واقع کار بکنه، به من یا ایمیل بزنه یا از طریق لینکدین در واقع موضوع رو مشخص بکنه. شما مثلا از من اگر بپرسید در مورد چارت پارتی مثلا یه موضوع یه منبع معرفی کن، من ممکن کتاب مثلا 1600 700 صفحه‌ای اسکراتن رو معرفی بکنم، از حوصله دوستان خارج باشه. این کتاب شاید مثلا بیش از 200 تا موضوع و عنوان داشته باشه که شاید بچه‌ها اگر به اون موضوع و عنوان‌ها علاقه‌مند باشن، بشه راحت‌تر راهنماییشون کرد که خیلی توی منابع واقعا گم نشن. یا مثلا کتاب در واقع بحث بیمه دریایی، کتاب مثلا خود آقای بری سویر توی حوزه در واقع وارانتی توی بیمه دریایی کتاب قابل توجهیه، ولی مثلا اگر در مورد اینشوربل اینترست از من بچه‌ها منبع بخوان، شاید منبع دیگه‌ای رو بهشون معرفی بکنم. لذا خواهشم اینه که در مورد منابع حتما از طریق لینکدین یا ایمیل با هم دیگه ارتباط بگیریم و من دوستان رو بیشتر انشالله راهنمایی کنم. ولی یک کتاب کلی که شاید مثلا دوستان بخوام به عنوان
مقدمه شروع در واقع بحث‌های آشنایی با حقوق دریایی ازش استفاده کنن، کتاب آقای سایمن بون که PDF دیجیتالش هم هست، حالا ادیشن‌های قبلیش در دسترس میتونن استفاده بکنن. البته من خیلی در مورد بحث‌های حق کپی رایتش و اینا اطلاعی ندارم و ترجیحم اینه که دوستان خودشون تصمیم بگیرن که از اون ادیشن‌های موجود توی اینترنت استفاده بکنن یا نکنن. من نه رد میکنم نه تایید میکنم. کتاب شیپینگ لای آقای سایمن بون برای آشنایی با گرایش حقوق دریایی کتاب قابل استفاده‌ای، خیلی همه تقریبا موضوعات و سرفصل‌ها و عناوینی که توی حقوق دریایی قابل بررسی هست توی کتاب ایشون موجوده. بسیار عالی. اگر موافق باشید بریم سراغ مباحث علمی حقوق دریایی و هر جور که خودتون فکر میکنید پیش ببریم این مباحث رو، جوری که حالا به قولن اون زیغ وقتمون رو هم در نظر بگیره و دوستان هم به یک در واقع نقطه مشترکی برسند. منظورتون از مباحث علمی دقیقاً چیه؟ آها، این اسلایدایی که شما آماده کردید. آره، چارتر پارتی و سیوی بیل و این بیر خیلی بوت و آیا شروع نستم خیلی زمان بره اگر من بخوام دیتیل در واقع همه اینا رو کاور بکنم شاید بیش از مثلا 4-5 ساعت واقعا طول بکشه. خب ولی پس من میتونم اینجا یه قول ازتون بگیرم که یه نشست علمی در این خصوص داشته آره، باشیم. حالا حتما اینجا شاید حتما آره. حتما. ببین اگر ما عرض کردم مثلا توی چارتر پارتی ها ما منبع اسکروتنز آن چارتر پارتی رو داریم که 1600 صفحه مطلبه. یعنی شما اگر بخواید تعهدات مالک و مستاجر رو ذیل قراردادهای اجاره کشتی مطرح بکنید شاید بشه مثلا 200-300 صفحه مطلب گفت و بیان کرد و بحث کرد، خیلی ریز و خیلی جزئی و شاید ذیل هر کدوم از این عناوین کلی صدها موضوع قابل بحث باشه. خواهشم اینه که امروز به کلیات بسنده بکنیم. ورود به اینا هم ابتر در واقع خواهد شد بس، هم از توان در واقع من خارجی که بخوام همه اینا رو توی مثلا یه جلسه موضوعات جنرال بحث بکنم، چون هر کدومش واقعا دنیایی از مطلب. اما اگر به این نتیجه رسیدن دوستان که توی بحث‌های علمی و در واقع جزئیات بخش‌های مختلف گرایش حقوق دریایی نیاز هست که خدمتتون باشم، حتما انشالله توی یه فرصت مناسبی که در حوصله بحث هم باشه و دوستان خسته نشن انشالله خدمتتون خواهم بود. بسیار عالی، ممنون از توضیحات موجز و نافذتون. دوستان فکر میکنم اگر سوالی داشته باشن بتونن مطرح کنن. حالا یکی از مسائلی که به ذهن خود من اومد چون بحث اقتصاد کربنی و اقتصاد سبز مطرح شد اینه که واقعا به نظرتون توی این کنفرانس های پاریس که در مورد حالا هم مسئله کاهش گرمایش کره زمین داریم و هم مسائل محیط زیستی، به نظرتون جای حقوق دریایی و تابعان حقوق بین الملل که با حقوق دریایی ارتباط مستقیم دارن چقدر خالیه؟ چون من واقعا احساس میکنم که این حوزه اونجوری که باید مورد توجه واقع نشده، با توجه به اینکه همیشه توی این کنفرانس ها بیشتر نظر دولت ها هست که متجلی میشه. و نه خب حوزه هم هست که خیلی از بچه‌ها دارن کار میکنن روش، حوزه محیط زیست و همین کنفرانس های پاریس. میخواستم ببینم به نظرتون چقدر جای حقوق دریایی خالیه؟ نه توی حداقل توی IMO که من در جریانم در واقع با نماینده سازمان بنادر دریانوردی ایران توی IMO ارتباط دارم، با ایشون در واقع تعامل داریم. توی در واقع کمیسیون‌های تخصصی IMO که شاید خیلی توی مدیا بولد نشه، اصلا اخبارش نیاد، بسیار بحث شیپینگ پررنگه توی این کاهش در واقع سوخت‌های فسیلی و زیرو کربن و نت زیرو، به طوری که یکی از تأثیرگذارترین در واقع صنایع توی میزان آلایندگی محیط زیست همین بحث در واقع شیپینگ. لذا توی در واقع این کمیسیون‌های تخصصی IMO که بحث‌های فنی بیشتر موضوع مطرح میشه، حتی
اخیراً هم توی این مجمع عمومی که داشتن به این نتیجه رسیدن که شاید 2050 در واقع تارگت مناسبی نباشه به واسطه وابستگی در واقع صنعت کشتیرانی به سوخت‌های فسیلی و در واقع کم بودن سرعت سوخت‌های جایگزین از لحاظ لوجستیکی، اینکه امکان در واقع جایگزین کردن سوخت‌هایی مثلا آمونیاک یا حتی سوخت‌های هسته‌ای توی کشتی‌ها لازمش اینه که از لحاظ تکنیکال کشتی‌ها کامپتیبل بشن و رشد در واقع این موضوع رشد کافی نبوده. شاید تارگت 2050 تارگت مناسبی برای حوزه در واقع دیکربونایزیشن نباشه و احتمالاً بخوان تمدیدش بکنن. لذا توی کمیسیون‌های تخصصی در واقع گرایش حقوق دریایی و مسائل تکنیکالش و نقش IMO توی این کنفرانس پاریس و اینا خیلی نقش پررنگه، چون سهم در واقع صنعت کشتیرانی از میزان انتشار آلاینده‌ها سهم کوچیکی نیست و یکی از مهمترین صنایعی که الان دارن روش کار میکنن برای اینکه و یه سری الزاماتی کنوانسیون‌هایی دارن تصویب میکنن که تا حد امکان سوخت‌های فسیلی رو به حداقل برسونن، سوخت‌های جایگزین رو با سرعت بیشتری در واقع اپلای بکنن. بسیار بسیار سرعت زیادی داره، ولی خب کشورهایی که توی این مثلا مثل بنگلادش، مثل هند، مثل پاکستان، کشورهایی که در واقع اونا هم به نوعی با صنعت شیپینگ دنیا مثلا بحث کشتی‌های اسکرپ یا بعد از پایان در واقع عمر مفید کشتی‌ها که قراره کشتی‌ها به تعبیر اوراق بشن، خب هند و بنگلادش الان جزء بزرگترین در واقع کشورهایی هستن که بیشترین تعداد در واقع اسکرپ رو انجام میدن. اینا هم باید بیان هماهنگ بشن، چون بخش زیادی از در واقع میزان آلاینده‌هایی که توی دریا رها میشه و وارد در واقع آب‌های آزاد میشه از این کشورهاست که اینا هم باید همکاری بکنن. لذا به این نتیجه رسیدن که شاید 2050 تارگت واقعی نباشه، دارن یه ذره‌ای با تعلل بیشتری پیش میرن. ولی اینکه آیا تاثیرگذار هستن محافل مرتبط با حوزه کشتیرانی، چه حقوقیش، چه اقتصادیش، چه تکنیکالش و چه در واقع از لحاظ تکنولوژیک یا بحث‌های AI، واقعا نقش پررنگی دارن متخصصین در واقع گرایش‌های مختلف دریایی توی این بحث دیکربونایزیشن. بسیار عالی. حالا اگر خیلی مختصر بخوایم به این سمت بریم که بچه‌ها برای کارهای پژوهشی یا پایان نامه کدوم حوزه حقوق دریایی رو انتخاب کنن، پیشنهاد خودتون در چه عرصه‌ای است؟ چون برای پایان نامه سوال پرسیده شده بود و یکم هدایت کنیم به اون سمت. من تأثیر AI کلا توی صنعت کشتیرانی صنعت کشتیرانی که عرض می‌کنم زنجیره در واقع صنعت کشتیرانی است. خود کشتی، خدمتتون عرض کنم، حمل و نقل کالا، بحث‌های لوجستیک بندری، در واقع تأثیرات حقوقی که AI میتونه تو هر کدوم از این بخش‌های صنعت داشته باشه، موضوعات مهم و موضوعات روز در واقع محافل آکادمیک و بحث‌های حقوقی، بحث‌های در واقع اسناد دیجیتال، اسناد غیر کاغذی، اونایی که توی بستر در واقع بلاکچین تعریف میشه، چه تأثیری. خب مستحضر هستید یکی از مهمترین در واقع سندهای حمل و نقل دریایی بحث بارنامه دریایی یا بیل آف لیدینگ. این BL 3 تا فانکشن اصلی داره. یکی این که در واقع کانترکت آف کرج هست، یعنی قرارداد حمل و نقل کالاست. یکی این که داکیومنت آف تایتل هست، یعنی سند در واقع مالکیت هست. و یکی رسیت، یعنی به معنای اینکه اگر بارنامه‌ای توسط مالک کشتی یا مستر صادر شد و به تحویل دهنده کالا ارائه شد، تحویل شد، معناش اینه که یه رسیدی هست که من بار رو روی کشتی تحویل گرفتم و در ید من هست در واقع. فکر می‌کنم سپتامبر 2023 بود اگر اشتباه نکنم که انگلستان قانون در واقع دیجیتال داکیومنت آف ترید رو تصویب کرد. تا قبل تصویب این قانون حتی توی انگلستان هم محل بحث بود که آیا بارنامه دیجیتال در واقع داکیومنت آف تایتل هست یا نیست.
که بعد از تصویب این قانون سال 2023 در واقع این اختلاف برطرف شد که بله دیجیتال در واقع بیل آف لیدینگ داکیومنت آف تایتل هست، صراحتا توی قانون اومد. یعنی از مثلا حدود مثلا 2018 2019 تا 2023 که این قانون تصویب شد و حتی امروز که قانون داره اجرا میشه و خب با توجه به اینترنشنال بودن در واقع این بیزنس و نیچر این بیزنس، عرض کردم ممکنه توی یک کشور این سند به رسمیت شناخته بشه، توی یک کشور دیگه نشه. این تعاملاتش در واقع این تأثیرات حقوقی که ممکنه داشته باشه، اینا میتونه مباحثی باشه که بچه‌ها میتونن روش در واقع وقت بذارن، سرمایه‌گذاری کنن، تحقیق کنن و موضوعات دیگه هم همین بحث‌های در واقع محیط زیستی و مسائل در واقع مرتبط با تغییر سوخت‌های کشتی‌ها، بحث در واقع autonomous ship‌ها، اینکه کشتی‌های بدون خدمه، اینکه کشتی اگر روی دریا دچار تصادم بشه در حالی که خدمه‌ای روی کشتی نیست. الان فرض بر اینه که بالاخره یا مستر این کشتی یا مستر اون کشتی، یکی از این 2 تا در واقع شخص مقصر بودن که اتفاق افتاده. ولی اگر هر 2 تا کشتی در واقع بدون خدمه باشن و این کشتی با بندر برخورد کنه، این 2 تا کشتی با همدیگه برخورد کنن، اینکه چه کسی در واقع مسئولیت حقوقی خواهد داشت، اینکه اگر بار دچار حادثه بشه و آسیب ببینه جبران خسارتش به چه شکل خواهد بود. نقش AI در واقع توی حل و فصل اختلافات، اینا مسائل، حالا اون یه ذره کلی‌تر میشه، تو همه گرایش‌ها قابل طرحه، اما مثلا توی maritime arbitration یا داوری دریایی به طور خاص در واقع نقش AI در فرآیندهای مختلف داوری به چه شکل خواهد بود. اینا مسائلیه که بچه‌ها میتونن روش کار کنن به عنوان در واقع موضوعاتی برای رساله‌هاشون، برای پایان نامه‌هاشون. بحث بیمه دریایی که تقریبا توی ایران من ندیدم مثلا منبعی که به بحث بیمه دریایی به طور خاص در واقع پرداخته باشه، ابعاد مختلف بیمه دریایی، چون بیمه دریایی دیگه یه گرایشی از بیمه هست که توی در واقع جنرال اینشورنس شما همه اختصاصات در واقع مباحث بیمه دریایی رو نمی‌بینید. یه بحثی مثلا مثل برتری فقط توی بیمه دریایی تعریف میشه و توی شاخه‌های دیگه صنعت بیمه اصلا قابل طرح نیست. خیلی موضوعات بکری توی بحث‌های بیمه دریایی وجود داره که بچه‌ها میتونن ازش بهره ببرن برای تصویب در واقع پایان‌نامه‌هاشون و رساله‌های دکتریشون رو ازش استفاده کنن. ما هم انشالله بعدا بخونیم و لذت ببریم و استفاده کنیم. انشاءالله. 2 تا سوال رو من حالا نگاه کردم که ظاهرا پاسخ داده نشده، من خدمتتون مطرح میکنم. یکی که یکی از دوستانمون پرسیدن در بعد عملی چطوری خودمون رو تقویت کنیم و بالا بکشیم، خواندن رأی‌ها و قراردادها و داوری‌ها کفایت میکنه یا خیر؟ حالا انگلستان هم کشور آربیتریشن فرندلی هست و بحث داوری فکر میکنم توی حوزه حقوق دریایی بعد دیگه‌ای پیدا کنه، ولی اصلا اینا میتونه به بعد عملی کمک کنه در وهله اول دوم، این که چقدر توصیهشون میکنید؟ اگر بخواید توی این گرایش در واقع ورود بکنید، من پیشنهادم اینه که از فرصت‌هایی که پیش میاد، یعنی ممکنه شما مثلا شرکت‌هایی باشن، دوستانی باشن که توی این حوزه میتونید شروع به فعالیت بکنید، ولو اینکه در سطح مثلا کارشناس مثلا مباحث مرتبط با تجارت بین‌الملل، کارشناس حقوقی شرکت‌های کشتیرانی، کارشناس حقوقی سازمان‌ها و نهادهای دولتی که به نوعی با بحث شیپینگ ارتباط دارن. خیلی این صنعت پرکتیکالیه، یعنی شما اگر بشینید مثلا همه کتاب‌ها و مقالات مرتبط با بحث مثلا چارتر پارتی رو هم ببینید، بحث‌های بیل آف لیدینگ هم ببینید، وقتی در عمل در واقع درگیر نباشی با یه بحث در واقع یه کلیم، مثلا فرض کنید مثلا دیلی یا کلیم خسارت مثلا وارد شده به بار، شاید سخت باشه درک کردن حقوق دریایی به صورت در واقع پیور تئوریکال، یعنی اینکه شما ورود به پرکتیس نداشته باشید.
کار راحتی نیستا، یعنی برای خیلی از بچه‌ها، مخصوصا برای بچه‌هایی که تازه میخوان فارغ التحصیل بشن، ابتدای راه در واقع مسیر حقوقی هستن، برای دوستانی عرض میکنم که این امکان براشون فراهمه. یعنی میخوام بگم اگر شما بتونید شرایطی برای خودتون فراهم بکنید که به صورت پرکتیکال هم با موضوعات درگیر باشید، شاید سرعت رشدتون چندین برابر صرفا افرادی باشه که به خوندن مثلا مقالات و کتاب‌ها و اینا بسنده کردن. چون کلا صنعت در واقع کشتیرانی صنعت اکتیو و پویایی و هر روزش در واقع یه حادثه و یه موضوع جدید حقوقی و یه کلیمی که ممکنه شما مثلا 10 سال 20 سال 30 سال هم تو این صنعت کار کرده باشید از لحاظ حقوقی، ولی با یه موضوعی مواجه بشید که تا الان سابقه‌ای براتون نداشته. اگر برای دوستان فراهم هست، از بحث‌های پرکتیکالش در واقع فاصله نگیرن تا جایی که ممکنه خودشون رو نزدیک بکنن به هر طریقی که ممکنه تا تجربه کسب بکنن. من خودم چون یه سابقه مثلا 7 8 ساله 10 ساله داشتم توی این حوزه، توی بخش‌های مختلفش توی شرکت‌ها کار در واقع مشاوره حقوقی، کار در واقع پیگیری پرونده‌ها و اینا رو انجام دادم، شاید بهره‌ای که از دوره آکادمیکی که مثلا 1 ساله گذروندم بردم شاید چندین برابر دوستانی بود که صرفا به بحث‌های همینطور بچه‌هایی که توی مثلا هم دوره‌ایای من که توی در واقع این دوره کار تجربی انجام داده بودن. اینکه شما بالاخره یه بارنامه دریایی رو دیده باشید تا اینکه صرفا تئوریکال توی مقالات و کتاب‌ها و توی لکچرها در واقع با بحث بارنامه آشنا بشید، خیلی متفاوت خواهد بود. لذا برای دوستانی که پرسیدن برای رشد توی این حوزه چه اقدامی انجام بدیم، من عرضم اینه که اگر فرصتش و امکانش برای دوستان فراهم هست، تا جایی که ممکنه به سمت کارهای در واقع پرکتیکال این صنعت هم متمایل بشن، یا اگر فرصتش هست از این فرصت حتما استفاده کنن. خیلی تاثیرگذاره. ممکنه شما اصلا هیچ مثلا فرض کنید یه آقایی توی بحث چارترینگ کشتی توی یه شرکت کشتیرانی کار کرده باشه که از یه استاد دانشگاهی که مثلا خیلی هم شناخته شده هست توی این حوزه در واقع استخون تکونده و یک عمرم درس خونده و کار کرده، اون آقا تخصص حتی حقوقیش هم از اون بنده خدایی که فقط بحثای در واقع تئوریکال رو تسلط داره واقعا بیشتر باشه. خیلی از دوستان ما که توی مثلا شرکت‌های کشتیرانی بحثای در واقع مهندسی و کارهای چارترینگ کشتی‌ها و اینا رو انجام میدن، بعضا من یه سری سوالاتی از لحاظ حقوقی هم حتی پیش میاد، با اینا مشورت میکنم که بالاخره بحثای در واقع تکنیکالش و جنبه تکنیکالش چجوری خواهد توی گرایش‌هایی مثلا حقوق دریایی، مثل حقوق نفت و گاز و این گرایش‌هایی که با صنعت ارتباط مستقیم داره، اون بحث تعامل با صنعت و دانش فنیش واقعا نقش مهمی ایفا میکنه و صرفا به بحث‌های در واقع تئوریکال دوستان بسنده نکنن. بسیار عالی، ممنون از توضیح موجز و کافیتون. حالا برای اینکه تمام سوالات پرسیده شده باشه و به عنوان آخرین سوال به این موضوع بپردازیم، یکی از دوستان ظاهرا اشاره کردن که توی کانادا هم دانشگاه دلهاوزی، فکر میکنم توی شهر هالیفکس باشه، این دانشگاه هم ظاهرا ارائه میده گرایش حقوق دریایی رو و پرسیدن نظر شما در مورد این دانشگاه چیه و حالا دانشگاه‌های تاپ ریت حقوق دریایی توی انگلستان رو هم ازتون پرسیدن که فکر می‌کنم حالا به این اشاره شده، ولی ممنون میشم پاسخ بدیم و اگر نقطه نظری به عنوان جمع‌بندی دارید که بیش از این مصادره اوقاتتون نشیم حتما اضافه کنید. خواهش میکنم. نمیشناسم اون دانشگاهی که دوستمون توی کانادا فرمودن رو. حتما این دانشگاه‌های مثلا کشورهای اروپایی یا امریکایی، شما اگه به سایتشون مراجعه کنید، سیلابس در واقع درس‌ها رو ببینید و با دانشگاه‌های مطرح، کم هم نیستن سایتایی که الان بحث‌های در واقع مقایسه‌ای رو خیلی دقیق انجام میدن از ابعاد مختلف، از ابعاد در واقع مالیش، کیفیت در واقع تدریس، سیلابس، رتبه خود دانشگاه.
اما در مورد انگلستان شاید بشه گفت مثلا دانشگاه ساوثهمپتون و سوانزی تاپ‌های در واقع مریتایم لا هستن. دانشگاه‌های دیگه‌ای هم هستن که مثلا دانشگاه سیتی لندن حقوق دریایی در واقع تعریف کردن، ارائه میدن. دانشگاه IMO هست، حقوق دریایی داره. مؤسسه آکادمی لویدز هست که دیپلم در واقع حقوق دریایی ارائه میده به صورت مختصر. اینا شناخته شده هستن، ولی تاپ هاشون رو اگر من بخوام نام ببرم شاید بشه گفت مثلا دانشگاه ساوثهمپتون و سوانزی بهترین های حقوق دریایی انگلستان هستن. شما یه مراجعه به سایت این دو تا دانشگاه بکنید، سیلابسشون رو در بیارید، با هر دانشگاهی که به نظرتون میتونه گزینه مناسبی باشه مقایسه بکنید و عرض کردم مثلا طولان امریکا، سنگاپور، دانشگاه ملی سنگاپور و ساوثهمپتون و سوانزی رو ببینید. این 4 تا رو ملاک و مبنا قرار بدید به عنوان تاپ‌ها. اسلو در واقع نروژ حقوق دریایی خوبی هست، ولی خب هزینه‌اش خیلی زیاده. حتی از انگلستان من مقایسه می‌کردم هزینه بیشتریه. ولی خب کم نیستن سایت‌هایی که امکان مقایسه در واقع یک گرایش توی کشورهای مختلف و دانشگاه‌های یک کشور به راحتی قابل انجام. صدای شما رو من ندارم، فکر کنم ایراد است. بذارید من الان فکر کنم خوب شد، درسته؟ آره. خدمتتون عرض کردم برای جمع‌بندی اگر نکاتی هست که برای بچه‌های ایران مورد استفاده باشه و مواردی از این دست بفرمایید. و من واقعا میخوام ازتون یه قول بگیرم که حتما یک نشست در مورد مباحث علمی حقوق دریایی داشته باشیم، چون انقدر گسترده شد نرسیدیم به این موضوع امروز. اما برای جمع‌بندی نکاتی که حالا صحبت کردیم رو بفرمایید. حتما چشم، انشالله یه فرصت مناسبی من خدمتتون خواهم بود، یه ذره جزئی‌تر مباحث رو جوری که برای بچه‌هام خسته کننده نباشه، قابلیت در واقع ارائه و طرح هم داشته باشه خدمتتون خواهم بود. جمع‌بندی هم نکته فکر کنم همه چی رو تقریبا به طور کلی کاور کردیم. این که این گرایش چی هست، قراره در واقع چه اپورتونیتی‌هایی ایجاد بکنه، چه در واقع دانشگاه‌هایی میشه مثلا اپلای کرد برای این رشته، چقدر هزینه داره، چه در واقع مسیر رو دوستان بهتره طی بکنن تا به این گرایش ختم بشه. فکر کنم تقریبا همه چی رو کاور کردیم. خیلی ممنونم از حوصله دوستان، خیلی ممنون از وقتی که به من دادید، وقتی که خودتون گذاشتید. امیدوارم که مطالب مفید بوده باشه، استفاده کرده باشن بچه‌ها. بازم اگر سوالی بود، نکته‌ای بود، حتی تو بحث‌های در واقع موضوعات علمی‌تر، اگر مسئله‌ای بود که من میتونستم کمک بکنم، خدمت دوستان هستم، چه از طریق ایمیل، چه از طریق صفحه لینکدین. باعث افتخاره، خوشحال میشم بالاخره این گرایش‌های یه ذره‌ای مخفول مونده توی کشور بیشتر شناخته بشه، بچه‌ها برن به سمت اینکه توی این حوزه‌ها ورود بکنن و انشالله برآیندش بهتر شدن اوضاع کشورمون از همه لحاظ، چه از لحاظ در واقع آکادمیک، چه از لحاظ اقتصادی، چه رپیوتیشنمون در واقع به طور کلی توی دنیای امروز. خیلی هم متشکر. من مجددا از شما و همه دوستان سپاسگزارم، بچه‌های ایران که وقت خودشون رو توی این روز آدینه در اختیار ما قرار دادن و همچنین شما که زمان ارزشمندتون رو در اختیار ما قرار دادین و همچنین تجربیاتتون رو. و امیدواریم که مباحثی که اینجا مطرح شده مبتلا به باشه و دوستان در ادامه ازش استفاده کنن. حتما من به نیابت و نمایندگی از تیم لا آکادمی از شما و همه دوستانی که حاضر بودن در این جلسه سپاسگزارم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم. فایل ضبط شده رو هم انشاءالله آپلود میکنیم که دوستان بعدا حتما استفاده ببرن. باعث افتخار بود که در خدمتتون باشم و خدایا رو نگهدارتون. پیروز و بهروز زنده باشید. باشید. خدا نگهدار همه. خداحافظ. خدا نگهدار.